شما اینجوری دارید تلقی میشید در داخل که روابط عمومی جریان پایداری هستید. این پایداری انگیه، مثل انگی که در اول انقلاب به هر کسی که متفاوت میاندیشید میگفتن لیبرال. اگر جریان پایداری قشر اصولگرا انقدر هوشمند شده بود که می‌خواست یه پروپاگاندای سفید تولید بکنه، آیا به پروژه غیر از شبیه اون چیزی که شما دارید انجام میدید میرسید؟ اسم زوریان پایداری نیست، اما اگه پایداری هم بود میرفتم وای میستادم، اگه بهایی هم بود بغلش وای میستادم، چون مهار بانک آینده از بهایی و مسلمان بودن، از گی و نرمال بودن، از مسلمان و کافر بودن مهمتر در ایران. آیا علی علیزاده خودت باش، پیشینه تاریخی خودت باش، لحن خودت رو پروژکت کن، چون غیر از این شبیه یک پیمانکار رسانه‌ای داری به نظر میرسی، حداقل بین نخبه و الیت جامعه. اگه تو منو میخوای تعریف کنی، من 700 تا اپیزود رفتم، من علی علیزاده سال 98 نیستم. خب مثلا من خودم الان یه پایین کارم وایسم. ترامپ عوضی نبود، ترامپ اتفاقا فرصت خوبی برای ایران بود، ترامپ سگش طرف داشت به اوباما. و اینکه من مشقمو خوندم. چرا؟ چون با ما حمله کرد؟ چون با ما حمله کرد؟ با ما حمله نکرد؟ من برخلاف تو خب این سال‌ها مشقمو خوندم. من اوضاع ایران رو اوضاع خیلی رو به جلوی نمیبینم، مثل شوروی در حال فروپاشی میبینم که از دلش یه یلسینی میاد و به قول معروف یه قارت خیلی عظیم‌تری رخ میده. اما وایسا، به نام خدا سلام، اینجا خرداد است، برنامه‌ای که به تحلیل شرایط ایران از منظر جنگ 12 روزه میپردازه. مهمان این اپیزود خرداد علی علیزاده است. با خرداد همراه باشید. مرز شما یا مرزبندی شما با کسایی که از این گفتمان و رویکرد شما استفاده میکنن تا آزادی‌خواهی‌های مبتنی بر قانون اساسی، آزادی‌خواهی مشروع و عدالت‌خواهی مشروع و اخلاق‌گرایی مشروع رو سرکوب میکنن، چی هستش دقیقاً؟ ببینید من به شما بگم، شما چاقو تفنگ شما انجام نمیدید و این باعث سوء تفاهم میشه. شما تفنگ هم روی سر من بگذارید، خب همون نیروی امنیتی که اگر من پام رو در فرودگاه امام خمینی بگذارم احتمال داره که منو دستگیر کنه، خب من با اون مرزبندی نمی‌کنم. این چرا؟ برای اینکه خطر اون نیست، خطر اینه که شما با کاخ سفید مرزبندی نمی‌کنید آقای دخانچی. خطر اینه که دوستان عدالت طلب شما با مجموعی از نهادهای درون غرب خب که ریختن و در حساس‌ترین سال 40 سال گذشته ایران مشغولن با اونها مرزبندی نمی‌کنم. من ترجیح میدم که مرزم با نیروی امنیتی کشورم که مسئول دفاع از مرزهای کشورمه مبهم باشه و بهم بگن امنیتی، اما با CIA و با موساد و با BBC و با CNN و با مجموعه جنگ روانی لیبرال های آمریکایی و تندروها و عقاب‌های آمریکایی با اونها مرزبندی کنم. از این گفتگو بیش از 5 سال می‌گذرد، زمانی که علی علیزاده هنوز در فضای رسانه‌ای ایرانی فعال نشده بود و حالا سوال این است که آیا او همچنان بر مدار تفکر قبلی خود باقی مانده یا تغییر کرده است؟ علیزاده که این سالها ذیل نام جدال به یک تولید کننده محتوا با تمرکز بر سیاست خارجی بدل گشته، حرف حسابش چیست؟ در جنگ 12 روزه فضای جامعه ایران را چگونه ادراک می‌کرده و آیا این امکان وجود دارد که جدال را به بوته نقد گذاشت و آن را به چالش کشید؟ چگونه؟ به این اپیزود پر افت و خیز خرداد خوش آمدید. خب آقای علیزاده به خرداد خوش اومدید. از آخرین گفتگویی که با هم دیگه داشتیم که خیلی جدی بود و خیلی هم چالشی بود، فکر کنم بیشتر از 5 سال میگذره، دورانی گذشته به یک معنا، و اون وقت شما خیلی فعال نبودید در عرصه رسانه‌ای و من فکر می‌کنم فعالیتم بیشتر بود. الان جامون عوض شده، حدود 70 اپیزود جدال ساختید، در وقایع جنگ هم فعال بودید. در خرداد ما به همونطور که عرض کردم به تحلیل وقایع جنگ میپردازیم و از منظر جنگ به سیاست نگاه میکنیم و خب شما یه طولایی در این حوزه داشتید و به طور خاص تمرکزتون هم روی سیاست خارجیه. خیلی خلاصه دوست دارم تحلیلتون از جنگ در وهله اول بشنوم. این جنگ چی رو به ما یاد داد؟ چه شکلی به این جنگ نگاه میکنی؟ خیلی خلاصه، حرفای شما رو شنیدیم ولی دوست دارم خیلی خلاصه نقطه نظر شما رو داشته باشیم در اول بحث. اولا سلام میلا جان، مرسی که منو دعوت کردی و فکر کنم که از اون 5 یا سال 98 بودش، این درست بعد از ماجرای سیل جنوب و غرب ایران بوده. سال 98
باید تو فروردین یا اردیبهشت بوده باشه اون گفتگوی من و شما، و از اون موقع تا حالا 6 سال گذشته و تو این 6 سال بسیاری از گروه‌ها، از نیروهای معروف به مثلا اصولگرا و حزب اللهی گرفته تا اصلاح طلبان تا براندازان تا چپ‌ها تا راست‌ها، زحمت خیلی زیادی کشیدن که انواع و اقسام اتهام‌ها و تهمت‌ها از زوایای مختلف بزنن، ولی هیچ کدومشون زحمت نکشیده که یک گفتگوی مثلا 1 ساعته انجام بده. و فکر کنم که از اون زمان که تو این زحمت کشیدی تا حالا هیچ کس این کار انجام نده. برای همینه که ترجیح اینه که چیزها رو رازورزانه کنن و بتونن حولش اون کاریکاتوری که میخوان بسازن و بعد از توش پروپاگاندا بسازن. و همین ممنون که این فرصت رو در اختیار من دادی. بحث جنگ به نظر من یه مقدار نادقیق خواهد بود که اگه ما بگیم این جنگ 12 روزه که شروع شد، جنگ به عبارتی از 7 اکتبر شروع شد، انتخابش هم با ما نبودش. این انتخاب رو چه بسا یحیی سنوار و نیروهای مقاومت در فلسطین کردن. من وارد درست یا غلط بودنش از منظر رئال پلیتیک نمیشم، اما زنجیره‌ای از اتفاقات رو آزاد کردن که کنش و واکنشش لاجرم به این لحظه تقابل بین اسرائیل و ایران میرسید. ایران هم با محافظه کاری بیش از اندازه که حالا به دلایل مختلف میشه روش بحث کنیم عقب رفت تا اینکه اسرائیل آغازگر جنگ بود و لحظه جنگ رو هم اسرائیل طوری انتخاب کرد که بتونه غافلگیری حداکثری انجام بده. مسلماً این جنگ تصویر ایران از آن قدرت بلا منازع منطقه‌ای رو ببینه به شکلی که حالا در داخل روایت رسمی میساختش برهم زد. همینطور هم اون تصویری که اسرائیل یا بخشی از این اعراب یا حداقل غربی ها از ایران به عنوان نیرویی که میخواد هژمون منطقه شه و خرابکار منطقه است، اون هم به هم زد و از یک سو نشون داد که ایران قدرتش کمتر از آن چیزی است که بیان میشده، اما از طرف دیگه آن شکل از رزیلینس یا به قول معروف اون تاباوری که ایران نشون داد تونستش که مقابل اون جنگ رعد آسا یا اون بلیتزکریگی که اسرائیل انجام داد بالاخره سرپاشه و تونست اون 12 روز معادله رو به یک ثبات نسبی برسونه. نشون داد که نه، ایران اون چیزی که از اون سمت هم میگفتن که افول کرده و نابود شده و تموم شده و محور مقاومت هم از بین رفته نیستش. و واقعا نه به اون افراط بود و نه به اون تفریط. حالا ایران بعد از این جنگ 12 روزه داره دنبال پیدا کردن جای خودش در منطقه و باز تعریف جایگاه خودشه هم در نظم منطقه هم در نظم جهانی. و حالا مسلما اینها تبعاتی در داخل هم داره. بالاخره اگه اون ایدئولوژی داخلی بحث سیاست منطقه‌ای رو به عنوان منبع مشروعیت خودش در نظر می‌گرفتش و از اونجا قدرت می‌گرفت برای سامان دادن به بعضی مسائل در داخل یا حداقل اعمال اقتدار در داخل، مثلا حالا در غیاب اون مسئله منطقه‌ای نظم داخلی هم دچار تغییراتی خواهد شد که حالا در وضع به قول معروف پوشش در خیلی چیزایی که نظام قبلا سخت جانی میکرد و نمیپذیرفت داریم بخشش رو میبینیم، در بخش‌های دیگه هم خواهیم دید. این یک روایته. اما روایت دیگه این که این جنگ 12 روزه مثل هر جنگی یک بحران بود و ما میدونیم که سرمایه‌داری از بحران استفاده میکنه تا سود خودش رو بیشینه کنه و بحران اگرچه برای مردم عادی، برای نیروهای کارگر، نیروهای عادی، پرستاران، معلمان، مستاجران، راننده‌های اسنپ یک اتفاق خیلی خیلی دردناکه، اما برای نیروی سرمایه یک فرصته. و وقتی میگم نیروی سرمایه منظورم نیستش که فرد حالا سرمایه‌دار خودش آگاهانه داره این رو میبینه و آدم خیلی نامردیه که داره از جنگ 12 روزم سود میبره. برای همینه که نه، اون نیرو این رو به این سمت میرونه و از این منظرم این 12 روز جنگ احتمالاً استفاده خواهد شد برای تغییرات کلانی که در فرم قدرت در ایران، در ساختار قدرت در ایران به وجود خواهد اومد، به ویژه در راستای بحث جانشینی و ورود ایران به جمهوری اسلامی سوم، یعنی رهبری سوم و اون چیزی که من بهش میگم ناجمهوری نااسلامی. ممنونم. من دوست دارم که تو این گفتگو این خط تحلیل رو با هم دیگه ادامه بدیم، چون هدف خرداد این هستش که از زوایای مختلف جنگ رو بفهمه و مورد بررسی قرار بده. ولی اگه اجازه بدی دوست دارم یه مقدار روی جدال تمرکز کنیم، روی گفتمانی که جدال به عنوان یک رسانه به طور خاص با تمرکزی که روی سیاست خارجی داشته و ازت هم میخوام که پیشاپیش به من اجازه بدی که خیلی چالشی و سخت و انتقادی با شما و جدال روبرو بشم و در واقع یک امکانی فراهم بکنیم برای اینکه جدال رو در محک آزمایش بگذاریم.
خب ببینید از 4-5 سال پیش یا 6 سال پیش که با هم دیگه گفتگو کردیم، یادتون هستش که موضوع اختلافی ما سر در واقع دوگانه آزادی و امنیت بود به یک معنا. من بحثم اونجا این بود که ما باید در این دوگانه یا در این سگانه آزادی، عدالت و امنیت یک موضع متوازن ایجاد بکنیم و یکی رو فدای دیگری نکنیم. شما خیلی سفت و سخت موضعتون این بود که نه، باید امنیت رو امر اصیل و مقدم بدونیم، حالا اونا خیلی اولویت نداره، حالا کم و بیش، حالا تغییر اون لحظه رو دارم ارائه میدم. سوالم این هستش که طی این سالها بعد از ساخت این 700 تا برنامه آیا موضع شما تغییر کرده یا همچنان بر همون موضع هستید؟ علی علیزاده امروز فرقش با علی علیزاده 7 سال پیش یا 6 سال پیش چیه دقیقاً روی این موضوع خاص؟ 700 تا که نگه 7000 تا برنامه آدم بسازه، برنامه ساختن که در واقع شنیدن صدای خودت و اون در تو تغییر به وجود نمیاد. اما تاریخ بیرونی یک تاریخ خیلی خیلی پرسرعتی بوده و مسلما این تاریخ اگر مقابلش تغییر نکنه آدم خطاکاره و نشون میده که اندیشنده نیستش و اون چیزی که بهش میگفتن قبل یا جزمندیش یا دوگماتیک. مسلمه که من تغییر کرده نگاهم. چند اتفاق افتاد از زمانی که من با شما صحبت کردم، حدوداً 5 ماه 6 ماه بعدش آبان 98 اتفاق افتاد، در اتفاقی که نظام سیاسی اقتصادی حاکم بر ایران با اینکه میدونست خطرات قضیه چیه اما دستور عملی رو انجام داد که 6 ماه قبلش در اردیبهشت 98 توسط مشاوران IMF به ایران داده شده بود و بنزین رو یک شبه گرون کرد و 270 نفر حداقل به گفته مقامات رسمی از مستضعفین و حاشیه‌نشینان شهرها رو کشت. یک اتفاق خیلی خیلی مهم و یک تکانه خیلی مهم برای خود من و برای خیلی دیگه در ایران بودش. در بخش دوم در همون سال 98 این اتفاق هم حتی درش بی تاثیر نبود، یعنی این ماجرا که حتی بعد خارجی هم داشته چون همزمان در لبنان و عراق هم ناآرامی‌های رخ داده بود. این اتفاق باعث شد که سردار قاسم سلیمانی توسط آمریکا ترور شه، یعنی آمریکا احساس کنه که این فضای داخلی هم شاید مهیاست. این هم بخش دومش بودش. یک اتفاق سوم هستش که تو روایت طبقه متوسطی ایران خیلی خیلی کلیدی است و بحث هواپیمای اوکراینیه که حالا دماش اما با اگر خیلی زیاده و من همچنان فکر میکنم که این هواپیما اوکراینی هم باید گذاشت ذیل همون اتفاقی که به زدن سردار سلیمانی مربوط بود. احتمال زیاد من واقعا شواهد میبینم که جنگ الکترونیک آمریکایی ها بود، ایران رو به قول معروف آتسمارتش کردن، یعنی از هوش نظامی ایران بالاتر رفتن بدون اینکه ایران بدونه و کاری کردن که بعد ایران مجبور شه خودش رو گردن بگیره. شاید اگه گردن نمیگرفت زدن هواپیما اوکراینی رو، بعد اون بخش طبقه متوسط میگفت شمایی که نمیتونید به پای غرب به جنگش برید، خب غلط کردین که این رو اسد رو زدید. میایم جلوتر، نظام چیزی رو برمی‌داره که من اون موقع گمان کردم بوناپارتیسم، یعنی آقای سعید لیلا در اولین برنامه جدال، اولین اپیزود جدال در بهمن 98 در زمانی که انتخابات مجلس هم تقریبا تحریم شده بود توسط اغلب گروه‌ها، کرونا اومده بود، خیلی فضای مبهم و عجیبی بعد از ماجرای سلیمانی و ماجرای هواپیما اوکراینی و غیره بودش و آبان 98 بودش. تو اون فضا سعید لیلاز گفتش که این آغاز بوناپارتیسم ایرانه، جمهوری اسلامی آزادی‌های سیاسی رو کمتر خواهد کرد، آزادی‌های اجتماعی رو خیلی بیشتر خواهد کرد، رها خواهد کرد و یک بدنه در داخل استیت، در داخل حاکمیت میرن به سراغ حل و فصل مسائل کلان در منظر بالادستی پشت درای بسته. 5 سال 10 سال شاید به قول معروف همین نیمه دموکراسی حاصل جمهوری اسلامی هم تعلیق بشه تا اینکه باز کنن به این میگن بوناپارتیسم. و من گمان میکردم که آقای رئیسی پاسخی به این واقع شقه بوناپارتیسم جمهوری اسلامیه و این موفق نشد به دلایل مختلفی. یک دلیلش این بود که به نظر من جناح مقابل بازیشو به هم زد در قالب اتفاقات پاییز 401 در تسریع و تشدید شکاف‌های ارگانیک و واقعی که وجود داشتش. مسلما شکاف جنسیتی در ایران واقعی و ارگانیک بودش، اما اون جناح هم از این قضیه استفاده کرد، نیروهای خارجی هم ازش استفاده کردن، دخالت اسرائیل به ویژه در مورد قضیه در مانیپولیت کردن قضیه، در شکل دهی به قضیه غیر قابل کتمان. 401 که من همیشه گفتم اولش یک شورش بسیار خودانگیخته و بسیار ارگانیک اجتماعیه و شورش رو هیچ کس نمیتونه مهندسی کنه و شروع کنه، هیچ وقت، نه شورش آبان 98 رو نه این رو. ولی این بعدش چی شد و چگونه دیده شد، تبدیل شد به یک چیزی که قراره که تغییر نظام بده برای حاکمیت و اینقدر موفق بود.
تبدیل شد به یک جنگ هیبریدی، اون واقعا دستکاری نیروهای بیرونی بودش و بخشی از ماجراهای کلانی بود که به کمک ایران به روسیه در جنگ اوکراین و چرخش نظم جهانی و چیزهای خیلی بزرگتر از من و شما در قالب شهروندا مربوط بودش و این تا حد زیادی ضربه اصلی به رئیسی بود. این رئیسی از پاییز 401 به بعد عملا دولت فلج بود، دولت ناکارا بود و دولت از کار افتاده بودش، در کنار فقدان هر گونه بنیان نظری در بدنه رئیسی. یعنی رئیسی در همون 2-3 سال نشون داد دولتش که ناتوانه از اینکه یک تکنوکراسی اقتدارگرا رو به وجود بیاره. یعنی ما اینجا با کلمه اقتدارگراش گفتیم که مشکل نداریم، در قالب یک چیزی مثل بناپارتی 4 سال 5 سال 10 سال آخرش تحمل میکنیم، شما اقتدارگرا باش، شما مردم بیرون کن، ولی بتونی کارآمد باشی و نتونست رئیسی این کار انجام بده. اگرچه همچنان معتقدم در بحث سیاست خارجی چون فرمانبر بود تا حد زیادی و مجری انتخاب‌های نظام بود و چرخش به شرق انجام شد و تا حد زیادی این بالانس کشنده در سیاست خارجی ایران که دو جناح همدیگر رو مرتب خنثی میکنن یه خورده تعلیق شد، ایران یک تنفسی کرد. ایران جی دی پیش در واقع رشد ناخالص ملیش از منفی در دوره روحانی، حتی شما بخوای کرونا، از 0% به 4-5% رسید و نقاط تنفس باز شد. اما رئیسی در ترجمه کردن این قضیه به اقتصاد داخلی کاملا ناتوان بود، اولیگارشی رو نتونست مهار کنه، فربهتر شدن و در نهایت دیدیم که حالا گره خورد به بحث جنگ، احتمالاً با ترورش توسط اسرائیل در قالب زدن هلیکوپترش و بعد هم نظام خط رو عوض کرد و این نظر من نشونه حالا تا حدی هوشمندی و انعطاف جمهوری اسلامی احساس کرد که این انتخابات میتونه شانسی باشه که ما بخشی از ضربه‌ای که سر زن زندگی آزادی خوردیم و شکاف‌های اجتماعی بود رو ابزورب کنیم، جذب کنیم و یک مقدار اون فاصله رو کم کنیم. برای این پزشکیان رو اجازه دادن بیاد تو، ظریف رو اجازه دادن که بازیگر شه و بعد به قول معروف استیت به این سمت رفتش. خب از این نظر من تغییراتو کردم. فقط جمله پایانی هم بگم سوال شما. از این نظر تغییراتو کردم ولی همچنان معتقدم اگرچه برای من شهروند، برای من آدمی که دارم تو ایران یا حتی خارج از ایران زندگی میکنم ولی بخاطر هویتم به ایران وصله، زندگیم به ایران وصله، برای من آدم درست میگی تو، امنیت چه معنایی داره وقتی که تو خیابون ممکنه منو بکشن، وقتی که اولیگارشی داره فربهتر میشه، سهم من داره از اقتصاد هر روز کم و کمتر میشه، یک سلب مالکیت سیستماتیک داره اتفاق میشه، اهمیتی داره. ولی وقتی که از منظر استیت نگاه میکنی و من اون گفتگوی با شما کردم از منظر استیت نگاه میکردم، الانم همچنان لاجرم مجبورم از منظر استیت نگاه کنم، همچنان معتقدم امنیت مهمه. یعنی یک نظام فاسد اقتدارگرای ناآزاد همچنان در ایران ارجح بر بدون نظام بودن، بر یک آنارشی بدون نظام مثل جنگ داخلی سوریه، مثل جنگ داخلی لیبی، مثل وضعیت عراق بعد از اشغال. همچنان من بر اون اصل اولیه هابزی خودم در اینجا موندم. من خاورمیانی افوردنس یا بضاعت این که بی دولتی رو تجربه کنم، بی حکومتی رو تجربه کنم در شرایطی که همچنان آمریکا یک نیروی مهمه، تا اطلاع ثانوی رو ندارم. ممکنه بشه 20 سال دیگه ممکنه توازن قوا بین چین و آمریکا طوری بشه که کسی جرئت نکنه بیاد اینجا نیرو پیاده کنه، بیاد بالا بدو سوار کنه، مثل زمان سال 57 تا حدی که توازن قوا بین دو ابرقدرت متوازن بود. شاید بشه حتی بی دولتی رو باش بازی کرد، باهاش لاست زد، ریسکش رو باش بازی کرد. ولی الان در این شرایط بی دولتی، بی حکومتی یک خودکشی ملیه. ببینید کل بحثم اون وقت این بود که نه اینکه ما بخوایم هابز رو نادیده بگیریم یا به قول شما امنیت رو نادیده بگیریم، کل بحث در این بود که نادیده گرفتن عنصر آزادی و عدالت میتونه به ضد خودش تبدیل بشه و بیاد این امنیت رو در واقع سرکوب کنه و از بین ببره. یعنی نقطه عزیمت بحث قطعا امنیته. یعنی ما میخوایم مطمئن بشیم که اقتدار دولت مرکزی سر جاشه و جامعه میتونه در یک آزادی نسبی با اعتنا به عدالت اجتماعی پویایی و نشاط خودش حفظ بکنه. ولی وقتی که اون دو عنصر ارضا نمیشن به ضد امنیت تبدیل میشن. اینجاست که عدالت و آزادی موضوعیت پیدا میکنه. لذا اینجا لاک مکمل هابزه، ولی به نظر میسه همچنان در گفتار شما هابز امر اصیله و پررنگ و مهمه. حالا سوالی که مطرحه اینه که فرض بکنید که این بصیرت علی علیزاده رو ما پیش فرض میگیریم که طی این سالها ایجاد شده. به قول شما علی علیزاده متوجه اهمیت
عدالت میشه در 98 در ماجرای هواپیمای اوکراینی و 1401 طبقه متوسط و آزادی اجتماعی واسش موضوعیت پیدا میکنه. سوالی که وجود داره اینه که چرا جدال ترجمه این بصیرت علی علیزاده نیست؟ یعنی به نظر میرسه اگر علی علیزاده این تجربه رو نمیداشت، این بصیرت رو نمیداشت، این 5 سال تجربه ایران رو نمیداشت، همچنان با همین ریتم و همین لحن تولید برنامه میکرد. نشان که مثلا وقتی که ما لیست مهمونایی که تو برنامه شما حضور پیدا میکنن رو رصد میکنیم، خب بیشتر طیف جریان، حالا نمیدونم اسمش چی بذاریم چون این اسامی هر کدومشون از معنا تهی شدن، جناح اصولگرای نزدیک به حالا جریان‌های نظامی رو داریم بیشتر می‌بینیم. شما خیلی صریح اعلام کردید که به سعید جلیلی رأی دادید، تریبونتون به گفتار آقای رسایی و ثابتی نزدیکه. به یک معنا شما اینجوری دارید تلقی میشید در داخل که روابط عمومی جریان پایداری هستید و روابط عمومی جریان پایداری بودن با علی علیزاده‌ای که میگه که من این بصیرت چند ساله رو درونی کردم، به عدالت و آزادی رو مال خودم کردم، در تعارض این تعارض چجوری حل میکنید؟ بسیار اولا من نگفتم که به اهمیت آزادی اجتماعی آگاه شدم در آبان 98 به هیچ وجه. آبان 98 بحثش آزادی اجتماعی نبود، بحث آزادی آبان 98 تضادهای خیلی خیلی جدی اقتصادی و بحث سلب مالکیت و به قول معروف غارت اقتصادی بودش. خب و دو متوجه شدم که چگونه همین که شما می‌فرمودید چگونه امنیت میتونه به ضد خودش بدل شه وقتی که اولیگارشی منافعش رو به سپاه پاسداران تحمیل میکنه، در نهایت سپاه هم مجبوره برای اینکه امنیت رو برگردونه بره در خیابان به قول گفته شمخانی حالا به سرشون شلیک نکردیم به زانوشون شلیک کردیم، درسته؟ و بالاخره هزینه‌اش چی میشه؟ این لازم نیست که من بگم. هزینه‌اش این میشه که شلیک به پای مستضعفان، شلیک به چشم طبقه متوسط خواهان تغییرات جنسیتی و تغییرات به قول معروف آزادی‌های اجتماعی در پاییز 401 این میشه که دست همون سپاه روی ماشه میلرزه و بعد منتظر شه که اسرائیل بیاد و غافلگیرش کنه. اینا خب اینا با هم دیگه تضادی نداره. من وقتی که با جامعه حرف میزنم، جامعه‌ای که زیر بمباران 24 ساعته که دیگه الان بحث بی بی سی ایران اینترنشنال هم نیست، هژمونی و اون در واقع گفتار مسلط غربگرایانه است که آقا ما باید بریم ادغام شیم، ما چاره‌ای نداریم، اصلا این ما دولت غیر نرمالیم، ما دولت غیر متعارفیم. این از دانشگاهش میاد، از حوزه علمیش میاد، از اطلاعات سپاهش میاد، از وزارت اطلاعاتش میاد، از شبکه خانگی خصوصیش میاد، از داخل حاکمیتش هم میاد، از داخل بیتش هم میاد. خب این که ما بریم ادغام شیم میلاد جان، این دیگه حرف غربگرایان کرواتی یا مثلا صادق زیبا کلام نیست، حرف کسانی است که به واسطه نردبان انقلاب در این 45 سال اومدن بالا، انباش سرمایه رو انجام دادن، حالا میخوان نردبان رو بندازن تغییر فرم بدن. تخم مرغ جوجه میخواد از داخل تخم بیاد بیرون، حالا میخواد راحت بتونه پولشو برداره بره تو دبی ترکیه سرمایه گذاری کنه، اونجا فریز نشه و غیره. برای یه تحلیل اقتصاد سیاسی اون پایین هست. اما وایسا، من وقتی با جامعه حرف میزنم که 24 ساعت بهش میگن گور بابای امنیت، خب اصلا مهم نیستش، من بقیه کشورها موشک دارن، من بقیه کشورها هسته‌ای دارن، من همچنان همونجا وایسادم بهش یادآوری میکنم که ببین فاصله تو تا سوریه شدن 24 ساعته. خود الان جمهوری اسلامی که همیشه خواسته بگه ما خیلی گنده‌ایم تو منطقه، الان داره میگه که ما با تدبیر رهبری، با عنایت الهی، با فلان تونستیم از این 12 روز عبور کنیم. طرف اومده بود که استیتو بزنه، بعد تو خیابون شورش به وجود بیاره، تغییر نظام به وجود بیاره، بره سمت لیبی کردن. درسته؟ موفق نشده. پروژه اینکه اسرائیل به لیبی کردن ایران فکر کرده، یعنی ایران قدرتش اونطور نیستش، یعنی در مقابل حالا ناتو و اسرائیل و آمریکا رو هم دیگه ایران هنوز میتونه سوریه شه. پس اون حرفی که من 98 نه، من 96 زدم، شما برید مناظره من با صادق زیبا کلام در اسفند 96 رو ببینید، من اونجا حتی به طبقه متوسط ایران میگم اگر شما از پولدارای بالا شهر الهی ایران هستید، نگرانی هستین که فردا نگرانی باشین فردا بمب بخورید، شما برید از سپاه دفاع کنید، برید خواهان این شین که روحانی به سپاه بودجه بیشتری بده از منظر منافع شخصی و طبقاتی حقیر خودتون. و الان شما دیدید که تو همین 6 ماه قیمت خونه تو ایران 1/3 اومد پایین، تمام این ثروتمندان ایران هم متلاطم شدن. خب و اون حرف من همچنان صادقه، در توازن قوای امروز تا اطلاع ثانوی ایران همچنان خطر سوریه شدن داره. اما با این فرق، من اون موقع به عنوان کسی که بیرون از
نظامم بودم، هنوزم هستم، غیر خودی تو لندن، تا حرفم میزدن بهم تهمت میزدن تو منافقی، اونجا با مجاهدین هستی، اینجا با اپوزیسیونی، نفوذی هستی. دست و دلم با صحبت با امنیتی ها میلرزید. اما الان دارم صریح باشون حرف میزنم، رومو که از مردم میکنم اینور با استیت حرف میزنم، میشه اما حرفایی که در آبان سال گذشته شما شنیدی و وایرال شد که به سردار حاجی زاده و سردار سلامی گفتم که برید سنگ قبر خودتون رو سفارش بدید و متاسفانه این حرف با همه تلخیش 8 ماه بعدش درست در اومد و گفتم اگر نمیتونید با اولیگارشی ایران بیستید و مهارشون کنید، یک خواسته حداقلی، حتی نگفتم با سرمایه‌داری بجنگید، نه گفتم مهار کنین، سرمایه‌داری باشه و سرمایه‌داری در خدمت دولت ملت ملی، نه برعکس. بعد به این سنگ قبر خودتون سفارش کنید. الان دارم میگم که الان سنگ قبر دیگه سلامی و حاجی زاده و پاک بال رئیس جدید سپاه اینا نیستن. سنگ قبر کلیت جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی در این لحظه به خاطر اینکه توازن داخلی رو نمیتونه برقرار کنه، نمیتونه اولیگارشی داخل مهار کنه، سرمایه‌داری زیاد چاق شده، داره میزنه پوست سر میزنه، ممکنه که کل پروژه دولت ملت سازی و اون امنیتی که حداقل از قبل انقلاب و جمهوری اسلامی میتونست بیاد، اون رو هم از بین ببره و زیر سوال ببره. ولی من نگاهم عوض نشد. بهش میگن چی؟ پارالاکس ویو. درسته شما از این منظر نگاه کنی یک نگاه داری، از این منظر یک نگاه. شهروند ایرانی همچنان باید بدونه فرم و در واقع ساختار کلی امنیت رو نباید زیر سوال ببره. شما بی بی سی که نگاه میکنید بهت میگه اصلا سازمان اطلاعات امنیت برای چی میخوای؟ من میگم میخوای چون سوئیس هم داره، لازم داری. اگه نداشته باشی 24 ساعته اینجا جنگ داخلی میشه. اما به اطلاعات سپاه که میرسم، بذار من بگم، به اطلاعات سپاه که میرسم میگم به تو چه ربطی داره از بابک زنجانی دفاع میکنی؟ تو با چی تو بخش چه من فرهنگ وارد شدی؟ تو چرا داری اونجا پول پاشی میکنی؟ تو با چی رفتی 4 تا چپ بدون قدرت مثل چند پرویز صداقت و غیره رو گرفتی؟ خب الان رابطه من با اون در واقع امنیتی انتقادیه و خودم رو سوار میدونم که محق میدونم که سوال کنم، اما نمیذارم اینترنشنال و بی بی سی بیان بگن که اصلا هر گونه حرکت امنیتی در ایران به خاطر قلدریه، به خاطر قدرت گرفتن داخلی و ایران اصلا مسئله امنیت نداره و اینا همش متوهمانه است. ببینید من متوجه این که شما دارید تلاش میکنید از یک منظر اسمشو بذاریم ملی و همه جانبه‌گر اهمیت قوای نظامی و امنیتی رو پررنگ کنید، مخصوصا برای شهروند عادی ایرانی که ذیل این جنگ به قول شما هیبریدی و ترکیبی تحت فشاره و ممکنه دستگاه‌های شناختیش انقدر دستکاری شده باشه که نمیتونه درست تحلیل بکنه. من اینو میفهمم، ولی این یه بحثه. این که شما کم و بیش شبیه یک نوع روابطومی هستید واسه جریان پایداری، حداقل داره این شکلی به نظر میرسه. یعنی سوال من از شما این هستش که اگر جریان پایداری قشر اصولگرا انقدر هوشمند شده بود که می‌خواست یه پروپاگاندای سفید تولید بکنه، آیا به پروژه غیر از شبیه اون چیزی که شما دارید انجام میدید میشه و میرسید؟ شما تو توییتاتون دارید چپ و راست دارید میگید که آقای رسایی اینو گفته، آقای ثابتی تو برنامه‌تونه، طیف آقای فؤاد میزری تو برنامه شما سری این قش، نمیگم که اخشار دیگه هم نیستن ها، ولی بالاخره شما دارید یک اپیستمه میسازید دیگه. خب یه مقدار فوکویی حرف بزنیم، شما دارید اپیستمه میسازید. این اپیستمه تو ایران بازیگره خودشو داره و انگاری که یه شاخه برومرزی داره، شاخه برومرزیش علی علیزاده است. ببین میلا جان، شما باید یک نفر، حتی یک نفر به من بگی که از جبهه پایداری بوده باشه و پاش رو تا به حال در جدال گذاشته باشه. حتی یک نفر از پایداری اگر اومده باشه، من همین الان جمع میکنم میرم. این پایداری انگیه، مثل انگی که در اول انقلاب به هر کسی که متفاوت میاندیشید میگفتن لیبرال. درسته؟ همونقدر که لیبرال اول انقلاب بود، بنی صدری که در مورد اقتصاد اسلامی کتاب نوشته بود و در رابطه با مبارزه با استعمار کتاب نوشته و هنوز من معتقدم که از مهمترین متفکران انقلاب بودش بنی صدر، خب خیلی خیلی سرتر بود از خیلی کسایی که بعداً اومدن به قدرت رسیدن. حداقل 4 تا کتاب نوشته بود، حداقل فلسفه غرب رو میشناخت، سعی ریشه های خودش هم میشناخت، تا سعی میکرد که استنتاج تلفیق کنه و به قول معروف یه ممزوج کنه اینا رو با هم دیگه، از درون فرهنگ بومی خودش داشت فکر میکرد. بهش میگفتن لیبرال، به بازرگان هم میگفتن لیبرال. خب هر کسی که مخالف بود میگفتن لیبرال. خب الان اینجا هم به هر کسی که مخالفه میگن پایداری. شما به من بگو چه کسی از پایداری تا به حال پاش رو در برنامه جدال گذاشته؟ آقای علیزاده، وقتی داریم میگیم پایداری
داریم درباره یک جریان صحبت میکنیم، مثل اینکه که بگیم اصلاح طلب، مثل اینکه بگیم عدالت‌ها. شما صریحاً خودتون اعلام کردید که به سعید جلیلی رأی دادید در انتخابات گذشته. جلیلی پایداریه. خب همین دیگه، وقتی داریم آفرین، منظورم همین بود که وقتی داریم درباره پایداری صحبت میکنیم درباره یک قشر خاص چون که عضویت حزبی که نداره، که داریم درباره یک جریان سیاسی تو ایران صحبت میکنیم که جریان نزدیک به آقای سعید جلیلیه که آقای وحید جلیلی هم برادرشون صدا سیما رو در واقع در اختیار گرفتن و آقای زرشناس تو برنامه جریان صدا سیما حضور پیدا میکنه، تو برنامه شما حضور پیدا میکنه، همون حرفا رو داره میزنه کم و بیش. ولی صداهای دیگه، اقشار دیگه هستن که در فعالیت‌های مدنی در ایران دارن فعالیت‌های مؤثری انجام میدن، در حوزه عدالت‌خواهی فعالان زیادی هستن، ولی اینا تو روایت و اپیستمی شما غایب هستن. همونطور که عرض کردم اصلا توییتر، من از بالا امروز داشتم توییتر شما نگاه می‌کردم، از 10 تا توییت بالایی که اومدن پایین فوش به ظریف رو دیدم، یعنی کم و بیش ظریف این کارو کرده، ظریف اون کارو کرده. اصلا ظریف زدن، برجام زدن خودش ذیل یک برندینگ خاص معنادار میشه. خب یه وقتی شما میگید که من حواسم نیست، که خب بعید میدونم چون انقدر هوش سیاسی شما بالا هستش که بتونید اینا رو ترجیح بدید. از بیرون این شکلی داره به نظر میرسه که این جریان آقای سعید جلیلی دلواپسان که یک قشری هستن که از قضا با کمترین اقبال در انتخابات وارد مجلس شدن، طرفدارانشون یا در واقع افرادی که در این جریان هستن، مسئلهشون عدالت‌های اجتماعی از قضا نیست، آزادی نیست و عدالت اجتماعی رو با افشاگری اشتباه گرفتن. نشون که الان تو مجلس دوست عزیزمون داره در واقع پودیوم مجلس رو با افشاگری اشتباه میگیره، کاری که قبلا وحید جلیلی میکرد اینا فکر میکنن که باید تو مجلس انجام بده. خلاصه حرفم این هستش که اگر شما به من بگید که میلاد من طی این سالها به آزادی و عدالت التفات پیدا کردم ذیل مقوله امنیت، من دارم میگم که شواهد اینجوری نشون نمیده، کنش شما اینو نشون نمیده. حتی میتونم یه مقدار شخصیش هم بکنم. من یادم هستش که سالگرد جدال، حالا شخصی میتونیم روش رد شیم، ولی سالگرد جدال، وقتی که جدال هنوز جدال نشده بود به روایت کنونی، شما من رو دعوت کردید در برنامه خودتون. من در منزلم نشسته بودم، لوگو جیوگی هم اونجا بود و شما قبلش من زنگ زدی گفتی که میلاد بیا و می‌خوایم درباره این رسانه مستقل با هم دیگه حرف بزنیم و بیا اگر فکر می‌کنی که مستقل در واقع رسانه تولید کردن ارزش داره با من صحبت کن، که من این کار انجام دادم. از اون سال به بعد 4 سال 5 سال گذشته، من یک بارم در برنامه شما به عنوان مثال دعوت نشدم. خب وقتی که میلاد دخانچی دعوت نمیشه واقعا مثلا و موضوعم شخصی نیست، این یک گفتمان دیگه. علی علیزاده دوستای پیدا کرده، رفیقای پیدا کرده، داره پروژه‌ای رو پیش میبره. این پروژه علی علیزاده میتونه بگه پروژه خودمه، هیچ مشکلی هم نیست، ولی علی علیزاده من نمیتونه بگه که من مثلا امنیت ملیه. علی علیزاده با روایت من، با تفسیر من، روابط عمومی هوشمندانه است برای جریان آقای جلیلی. بسیار حالا اگه جلیلی به راستی من برعکس، ببین شما دارید به من اتهام میزنی و تهمت میزنی که من روابط عمومی برای جلیلی هستم. من برعکسش کنم. من دارم یه جوری داره به نظر میرسه. آره. من برعکسش کنم. خب چون مثل کاری که مثلا آقای مهرایی با شما که گفت شما امنیتی هستی، من برعکسش کنم. من از آقای جلیلی استدعا کردم که بیاد من رو روابط عمومیش کنه. همین الان میگم آقای جلیلی و آقایون شبیه آقای جلیلی بیاید من رو استفاده کنید. من فردم نیستم به عنوان مثلا جدال علی علیزاده، من یک نیرو تاریخی ام. من یک نیروی تاریخی ام به اسم چپ استعمار ستیز برآمده از تاریخ ایران. یک پام روی مصدقه، یک پام روی گل سرخیه، یک پام روی شریعتیه، یک پام روی حتی حزب توده است، یک پام روی خمینیه، یک پام روی اون کسان 230,000 نفری که در جبهه شهید شدن و از دل تاریخ اینجا اومدم. خب بیاید از من استفاده کنید، استفاده ابزاری کنید، بعدم بندازیم دور. خب خدا خیرت بده. جلیلی اگر اتفاقا اگر این خودآگاهی تاریخی رو داشت این کارو میکرد. من در انتخابات به جلیلی رأی دادم با لیستی. آی جلیلی من به شما رأی میدم، اما استدعا میکنم یک کلمه بگو من از سندیکاهای کارگری دفاع میکنم، من از اتحادیه‌های کارگری دفاع میکنم، چون بدون او تو پیروز نخواهی شد.
اون سمت تو یک قدرت خیلی عظیمی داره. خب و همین اول این چیزی به من تهمت میزنی تهمت نیست، این یک پروژه شخصی پروژه جمعی سیاسی است. همونطور که در ابتدای انقلاب چپ ایران، چپ ضد استعمار ایران، نه چپ هپروتی اومده از نیویورک، بخشی از کنفدراسیون که حالا چم ایران رو با بادرمانهوف اشتباه گرفته، و چپی که جنبش‌های جهان سوم و جنوب جهانی رو میشناخت، به قول معروف فانانش رو خونده و غیره، اومد ایران بغل آیت الله خمینی وایساد. بهش گفتن که شما به قول معروف جاده بازکن استبداد هستید. من فکر می‌کنم که اون موقع کار درستی کرد، الان هم کار درستیه. قضیه اینه که آیا جلیلی این کار می‌کنه؟ من هرگز، شما یک سال گذشته دیده باشی تمام ما کارمون در جدال نقد جلیلی بوده و هنوزم امیدمون اینه که از دل اون بدنه یک نیروی جوانی بیاد که بتونه خودش رو آپدیت کنه. من اتفاقا منتظر یک زهران ممدانی در بدنه جوان، بدنه انقلابی هم. بدنه انقلابی هم منظورمون 4 تا آدم ریشو جامهری که اون بالا توی این نهاد فرهنگی اون نشستن با تفکرات 55,000 سال پیش نیستن. خب چون تفکراتشون به 1400 سال پیش هم ربطی نداره، 55,000 سال پیش. بذار من بگم اینا منظورم از بدنه، خب بدنه‌ای که ببین همون بدنه‌ای که میشن پراید سواران مستاجر. خب همون ببین 10 میلیون نفر به جلیلی تو دور اول رای دادن. من دور دوم کار ندارم. تو دور اول 10 میلیون نفر به قالیباف گفتن نه. 10 میلیون نفر به طراحی بالادستی فرماندهان سپاه و بخشی از بیت بجز آقای خامنه‌ای البته خب گفتن نه. این 10 میلیون نفر ایجنسی دارن، عاملیت دارن و این 10 میلیون نفر از نظر اقتصادی هم له و لورده هستن. خب و از نظر سیاسی هم هنوز، چون اونورم گروهی هستن که له و لوردن ولی میخوان نابود کنن. خشمشون طوریه که مگه توماج کیه؟ توماج رپر، اونم از بدنه پایین شهری میاد، اونم از بدنه له و لورده اقتصادی میاد، ولی خشمش طوریه که میخواد بزنه منهدم کنه و منفجر کنه. ولی این 10 میلیون نفر که هنوز در اون نظام بازی میکنن، این بدنه معلومه باشون حرف میزنم. من فکر میکنم که این واجد بیشترین پتانسیل اجتماعیه، برای من این رو خیلی علنی هم انجام میدم. شما بهش بگو پایداری که پایداری آقا تهرانی 4 تا آدمی که اتفاقا از زمان وفاق تا حالا دهنشون باز نشده یک کلمه نقد کنن که رانتاشون بسته نشه. کدوم پایداری که یک جبهه‌ای از کسایی که دارن رانتشون رو میگیرن حتی جرأت نقد وفاق رو هم نکردن. برای همین حتی به من که هیچی، به امیرحسین ثابتی تهمت پایداری زدن یا به خود رسایی تهمت پایداری زدن، این واقعا بی‌انصافی و بخشی از پروپاگاندای غربگراها و حسین مرعشی است. خب ببینید آقای علیزاده، اینکه شما معتقدید که من یه پام روی حزب توده است، یه پام روی امام خمینی، یه پام روی شهدا است، یه پام روی شریعتیه، این یعنی که من میخوام یه موضع ملی بگیرم. یعنی رسانه‌ام یک رسانه ملی، دارم یه پروژه ملی رو دارم پیش میبرم. من دارم با توجه به شواهد و موازی که خودتون دارید میگیرید، خب در واقع دارم اینو میگم که این موضع گیری جدال بیشتر تداعیگر یک پروژه و یک رسانه در بهترین حالت جناحیه در داخل فریمینگ ایران. سوالم از شما اینه که فرق شما، یعنی اگر جدال رو از بالا بیایم تا پایین و نطق پیش از دستور آقای امیرحسین ثابتی رو گوش بدیم، فرق شما با آقای ثابتی چیه واقعا؟ چون شما درباره بانک آینده صحبت میکنید، ایشون هم درباره بانک آینده صحبت میکنه. شما به ظریف فحش میدید، ایشون هم به ظریف فحش میده. ایشون میگه آلیگارکا، شما میگه آلیگارکا. شما میگی بابک زنجانی، ایشون هم داره میگه بابک زنجانی. شما توییت میزنی که حرفای رسایی رو گوش نکردید، ملت تو رو خدا یه بار دیگه گوش بدید، یه بار دیگه تماشا کنید. این یعنی که یک جریانی داره تو ایران کار میکنه که اصلا هم جریان محبوبی نیست در حوزه اجتماعی و سیاسی و یک شاخه برومرزی داره. اینم بگم که هم من هم شما سنمون گذشته که با هم جدل کنیم و با هم کنایه بندازیم. نه من علاقه دارم به این اتفاقا، نه شما. و داریم یک گفتگوی چالشی و صادقانه رو پیش میبریم که همدیگه رو بهتر بتونیم بفهمیم و برای اصطلاحاً تنویر اذهان عمومی. لذا اینکه اصلا بحث ما شخصی نیست با شما، ولی من دارم تلقی خودم رو از جدال خدمت شما ارائه میدم. جدال بیشتر از اون چیزی که داره امیرحسین ثابتی که در نظم سیاسی ایران جریان محبوبی نیست، چون با کمترین اقبال عمومی وارد سازوکارهای انتخابی شده، داره یک حرفو میزنه. این رو میپذیری نمیپذیری؟ یعنی شما میگید من پروژم ملیه، ولی کنش شما و صدایی که داره در واقع ازش ساطع میشه ملی به نظر نمیرسه. در من چی برداشت میدم؟
حالا من دارم خودم نگاه میکنم ببینم که مهمان‌هایی که ما داشتیم در این مدت کیان. خب آخرین مهمان ما که امیر خراسانی بود که از دوستان خود شما هم هستش و بارها شما باش برنامه داشتید. نفر قبلش آقای رضا فانی یزدی بود. سوال من جواب بدید. فرق شما من به ترتیب میخونم دیگه. من دارم به ترتیب میخونم. سوال من جواب بدید. فرق شما با آقای ثابتی چیه؟ نه میلاد جان ببین این چیزا رو که شما ورمی‌داری بعد تیکه‌هاشو ورمی‌دارن. خب هی میگی روابط عمومی و شعبه برون مرزی پایداری این به من میمونه. خب این انگ زدنه و میمونه. من میخوام فقط برای مخاطبی که حتی حال نخواهد داشت و بره صفحه جدال ببینه توضیح میدم که امیر خراسانی زندانی سیاسی سال 84 خب کسی که به رغم زندانی بودن در ایران، به رغم اینکه محروم التحصیلش کردن سالها و به رغم اینکه تو همین اواخر ممنوع خروجش کردن، خب الان میخوام این کارو بکنم که شما قطعاً کسانی که خودشون بچه‌هاشون با رانت رفتن بیرون اومدن ولی چی خراسانی پای همین استعمار ستیزی وایستاده و پروژهش اتفاقا پروژه‌ای که آقا باید از کلیت جمهوری اسلامی دفاع کنه. نفر بعدی بذار من بگم دقیقاً وایسا میلاد 3 ثانیه وقت دیگه جای دور نمیره. رضا فانی یزدی کسی که 6 سال در دهه 60 زندانی بود، از جمله 2 سال انفرادی در یه اتاق سمتری و حکم اعدام داشت خب به عنوان یکی از اعضای حزب توده و الان داره میگه که من از حق غنیسازی ایران دفاع میکنم و مخالف ظریف هستش. اینا پایداری نیستن، اینا پایدار بودنشون به خاطر اینکه پای انقلاب وایسادن. پایداری که به انقلاب ربطی نداره، که پایداری با اون نگاه متحجر چه میدونم ما قبل تاریخیش و خانشش از اسلام به انقلاب ربطی نداره، که پایداری یه تومور بیرون اومده از این سالهای گذشته است. خب نفر بعدی کیه؟ خب بذار سوال این شکلی بپرسم. اگر آقای جلیلی در انتخابات پیروز شده بود با توجه به رویکرد ملی که مد نظر شما هست، میگید که پای من روی این در واقع چهره و شخصیت‌های تاریخی، اگر آقای جلیلی رئیس جمهور شده بود به نظر شما جنگ اسرائیل علیه ایران رخ میداد؟ دو تا سوال دارم. احتمال زیاد بعید نبود که بده. من اصلا متوهم نیستم، اصلا اینجا نمیدم که پروپاگاندایی صحبت کنم. جلیلی اگر می اومد، اما ببین همونطور که رئیسی به رغم همه ضعف‌های فراوانش، خب یعنی ضعف‌های باور نکردنیش، خطاهای عظیم حکمرانی، من علاقه‌مند به قدرت و اقتدار سرزمینی ایرانم. خب کسی که بیاد با اصرار روی گشت ارشاد کشور رو منهدم کنه و منفجر کنه، بعد نتونه از سرزمین ایران دفاع کنه، بعد اسرائیل بیا اینجا بمبگذاری کنه، خب معلومه که به قول معروف کیاست و حکمرانی نداره. اما به رغم همه اونها رئیسی چون در دورش اگر به قول معروف زاهدی میخورد ایران به اونور پاسخ میداد، توازن قوا به نفعی بود که به شکلی بود که ایران میتونست بازدارندگیش رو پشتش وایسه. خب جلیلی هم همینطور اگر بود، اگرچه جلیلی هم احتمالاً خطاهای دیگه میکرد یا خطاهای بهش تحمیل میکردن تو بحث فرهنگ، تو بحث‌های دیگه براش بحران میساختن و من گمانم جلیلی، من میخوام صادقانه بگم، جلیلی به هیچ وجه هوش حکمرانی احمدی نژاد رو نداشتش، یارگیری اجتماعیش ضعیف بودش، گفت میشد، حاکمیت هم گفت میشد، توان یارگیری از اون نخبگان بالادستی هم نداشتش و جلیلی هم میومد کشور بدون خطر نبودش به هیچ وجه. خب من اصلا فکر نمی‌کنم کشور بدون خطر بود. خب حالا اگر آقای جلیلی شما معتقدید که رئیس جمهور میشد، امکان حمله اسرائیل به ایران وجود می‌داشت. خب حالا احساس می‌کنید اگر آقای جلیلی رئیس جمهور می بود، واکنش که طبقه متوسط در طول جنگ به جنگ داد همچنان یکسان می بود؟ چون صراحتاً میخوام خدمتتون عرض بکنم اگر شخص غیر از پزشکیان با سازوکاری که انتخاب شد و جنس مذاکره‌ای که داشت رخ میداد و حمله که به ما شد، اگر کسی و سازوکاری غیر از این بود، واکنش طبقه متوسط ما نمی داشتیم آنگونه که داشتیم، یعنی این انسجامی که شکل گرفت. اگر آقای جلیلی بود احتمالاً ما شورش‌های داخلی داشتیم و همین قدرت مرکزی که مد نظر من و شما هست از درون احتمال فروپاشیش خیلی زیاد می بود. اگر این احتمال رو بپذیریم که فقط یک احتماله، سوالی که من از علی علیزاده دارم این هستش که این بینش تاریخی علی علیزاده که سعی میکنه ملی باشه با توجه به اون چیزی که رخ داده، به نظر میرسه که خلاف امنیت ملی از توش در واقع نتایجی ازش حاصل میشد. سوال درستیه میلاد جان، و حالا من که یه آدمی هم که از بیرون بدون شناخت از پیچیدگی‌های درون حکمرانی ایران دارم
نظری پردازیایی میکنم که حالا شاید خیلی هم درست باشه، شاید نباشه، غلط باشه و غیره. ولی مسلما اونهایی که در داخل هم یه دفعه خط رو عوض کردن، راه رو برای آمدن پزشکیانی باز کردن که 1400 رد صلاحیت شد. من با پزشکان مصاحبه کردم، 1400 قرار بود کاندید بشه، خیلی راحت انداختنش بیرون و رد صلاحیتش کردن. اونها هم چنین سناریو و در واقع این مجموعه بازی‌های شطرنج رو دیده بودن که اگه قرار جنگ شه باید بریم به سمت ایجاد انسجام اجتماعی یا غیره. ولی بحث اینه که کدام جلیلی. حرف شما خیلی حرف درستی بزنم اینجا، بذار من حرفم بزنم، بحث جالبی پیش میاد. جلیلی که بخواد بیاد بگه که آقا زن یک مفهوم استراتژیک است، اگه اشتباه نکنم امری راهبردی است، خب میاد به قول معروف اون نسل جدید ایران رو هم الینیت میکنه، از خود بیگانه میکنه. خیلی راحته که اونها رو تحریک کرد و چند تا خطا رو پشت سر هم دیگه گذاشت. آره میشه گفتش که آقا انسجام جامعه داخلی هم پاره میشه. ولی جلیلی هم من امیدم این باشه که این هست، جلیلی، افراد اطرافش، همه این گروه‌های سیاسی. و برای همین هستش که من در ابتدا از آمدن پزشکان استقبال کردم. شما برید مطالب منو بخونید در همین اینستاگرام، من از آمدن پزشکان استقبال کردم، این رو به فال نیک گرفتم. فکر کردم که فضای سیاسی ایران میتونه باز شه، اجازه بدید که انتخابات از اون حالت رکود در بیاد و این قوام و انسجام اجتماعی بده. خب ولی بعد که ظریف اومد دوباره دو قطبی رو و اون شکاف اصلی رو حول سیاست خارجی ساخت، من مقابل پزشکیان و انتخاباتش ایستادم. یعنی شما یه هفته اول قبل از اومدن ظریف رو ببینید، همه میگن که چی شده طرفدار پزشکیان شدی. و من پزشکیان رو واقعا اتفاق مهمی میدیدم، غیر از اینکه پزشکیان عدالت خواه شناخته میشد در بین اصلاح طلبها. درسته منش عدالت خواهی داشت. ظریف که اومد شکاف رو برای سیاست خارجی، ما مثلا تمام بیچاره شدیم. ما دوباره اولیگارشی غربگرا به این شکل میخواد بیاد و درون نظام میخواد بیاد تنش‌ها رو بالا ببره. وایسا. اما امید من این بود که اگر جلیلی بیاد، جلیلی به جای اینکه بخواد رو مسائلی که شکاف ساز دو قطبی‌های ضروری مثل بحث فرهنگی به وجود میاره، بیاد رو بحث فساد، رو بحث عدالت اجتماعی یارگیری کنه. ببین جلیلی به صورت بالقوه نه بالفعل، بالقوه توان اینو داشتش که حسین مرعشی ها و شمخانی ها و اولیگارک های ایران رو به محاق ببره و این براش نیروی اجتماعی میساخت. واقعا چی فکر شاید تو بگی که واقعا جلیلی نیست. واقعا چی فکر ببین جلیلی درون خودش که احمدی نژاد مستتر داشت. خب نه اون آقا تو آمریکاش فضا، من از نظر توپولوژی سیاسی دارم میگم، این فضا مستعد یک زهران ممدانیه. این فضا همینطور که مستعد یک پاپولیست راسته، مستعد یک پاپولیست چپه. خب این حرفی که من کی گفتم سال 1393 در اون جمع پاریس گفتم برای منافقین سخنرانی کردیم، مال یه جمعی از اصلاح طلبان و نیروهای چپ سکولار طرفدار جمع به قول معروف حامی رأی دادن به اصلاح طلبا بود. اونجا گفتم که آقا اگر در ایران جریان عدالت خواهی بخواد شکل بگیره، از اطراف اونهاست. اینکه جلیلی این رو دلیور نکرد، نتونست این رو در تاریخ به وجود بیاره، ضعف خودش و شخصیتشه. برای همین از من نباید به هیچ وجه اجازه حضورش در هیچ انتخابات دیگه‌ای داد. اما فضا در ایران اگر قرار باشه پاپولیست چپ بیاد، این پاپولیست چپ از دل اون جریان کنج حزب اللهی‌ها و مذهبی‌ها میاد. جریان اصلاح طلب نشون داده به خاطر وابستگی عمیقش در سطح اقتصاد سیاسی به کارگزاران سازندگی و اولیگارشی غربگرا، هر چقدر هم از عدالت بگه، مارکس بخونه، بیاد چه میدونم بدیو بخونه، بره گرامشی برداره بیاره، روز آخر میره به کاندید حسین مرعشی رای میده. همونطور که در انتخابات 84 به رفسنجانی رای داد، آقای یوسف اباظری مگه نبود رفتش از میدون تجریش وایساد گفتش که رفسنجانی رای بدید. خب همونطور که بعد در فرانسه به شیراک رای داد که لوپن نیاد، بریم به رفسنجانی رای بدیم که احمدی نژاد نشه. مگه آقای فرادپور نبود سال 88 و 84 که رفسنجانی رای داد که احمدی نژاد نشه؟ خب همون تفکر، همه حرف ما اینه که از دل بدنه طبقه متوسط سکولار ایران، چون گرفتار و اسیر و عبیر و گروگان این گفتار مسلطی هستن که یه برش براندازی به نفع غرب، یه برش اصلاح طلبی به واسطه کارگزاران سازندگی، از دل این متاسفانه عدالت خواهی در نمیاد و بسیار هم دردناکه. چون اتفاقا طبقه متوسط فقیر شده، طبقه متوسط سکولار فقیر شده، اتفاقا مستعد اینه که برای حقوق بیکاریش بجنگه، برای تامین درمان بجنگه، برای آموزش بجنگه. ولی این بدنه روز آخر در دعوای علیزاده و غنی نژاد بغل غنی نژاد میره، چون غنی نژاد کلمه آزادی رو مصرف میکنه. این جمله آخرام بگم، و حتی نمیفهمه این طبقه متوسط ایران که جمله زهران ممدانی رو که
میگه for too long the freedom has been only for those who could afford it. Now it's time to give freedom to everyone. نمیفهمه که آزادی بدون عدالت یعنی روزنامه دنیا اقتصاد، یعنی فیلمو، یعنی شبکه خانگی خصوصی و امپراتوری رسانه‌ای این جماعت فیلمنت و اون یکی این اولیگارشا که بیان و هر کاری خواستن بکنن. فردا روسری که چه عرض کنم شورت هم اجازه میده جمهوری اسلامی شما بردارید، خب اما بهتون آزادی نقد اولیگارشا رو نخواهد داد، اما بهتون آزادی پس گرفتن حقوق اقتصادی که از شما در این 3 دهه سلب مالکیت شده رو نخواهد داد. برای در نهایت با اون آزادی جدید میره به کی رأی میدید؟ به نامزد حسین مرعشی رأی میدید. و سلام. خب قبول دارید که تحلیل شما اشتباه بود؟ اگر سعید جلیلی به قدرت میرسید هم احتمال حمله اسرائیل به ایران وجود می‌داشت، هم احتمال از بین رفتن و مزمن شدن طبقه متوسط در شورش خیابانی. خیر، برای اینکه از زمانی که جلیلی اومد در خرداد 1403 میتونست فرایندی رو آغاز کنه، فرایندی که بالاخره اون نیروهای بی صدا هم صدادار شن. و این جلیلی یک نکته در موردش هست که هیچ کس شک نکرده پاک دسته ستیزه و پاک دسته. ببینید با توجه به اون چیزی که من دارم کف خیابون میبینم، طبقه متوسط خشمگین، جز از مسیر این انتخابات با این شکلی که رخ داد که یک کسی مثل پزشکیان اونجاست که توی آزادی اجتماعی حالا یه حداقل‌هایی رو داره به جامعه میده، تو همین مقوله حجاب. خب 1 2 این که ما رفتیم سمت مذاکره، یعنی اگر آقای سعید جلیلی میومد در انتخابات پیروز میشد، در وهله اول آزادی اجتماعی محدودتر میشد، مقوله حجاب به یک بحران تبدیل میشد. یعنی اگر قدرت لابیگری آقای پزشکیان نبود در بیت رهبری، ما این بحران‌ها رو می‌داشتیم و سعید جلیلی نبود، یعنی گفتمانش ایجاب میکرد که اون نقشه بازی نکنه. آزادی اجتماعی به یک مسئله تبدیل میشد، به طور خاص حجاب. طبقه متوسط همکاری و همراهی نمی‌کرد، حمله رخ میداد، احتمال اینکه قطعا مذاکره جلو نمیرفت و ما در یک موقعیتی روبرو بودیم که اون قشری از جامعه میگفتن که زودتر بیان جمعشون کنن اینا رو، یا به ما چه، به من چه، جنگ اینا، صداشون خیلی بیشتر میشد و این یعنی خطر به شدت مهم امنیتی، یعنی مزمحل شدن و دیسمنتل شدن استیت در ایران. و تو این گفتار و با این چارچوب فکری علی علیزاده که میگه که من دوست دارم یک آدم ملی باشم، با این تحلیل من دارم بهش میگم ملی نیستی. حالا صحبت ظریف شد، جواب اینو بدم دیگه. بذار من اینو در مورد ظریف بگم، من دوست دارم همه رو یک جا جواب بدم. شما دارید برای مصاحبه میکنید ولی بعد جنبندی آخر رو میکنید. یک وایسا میلاد جان، خب نکته خیلی جالبی گفتی، ولی نکته در تناقض با روایت تمامی گروه‌های مختلف بعد از جنگ 12 روزه. من هیچ کس رو نمیشناسم که بگه که مردم به خاطر پزشکیان گفتن که ایران نباید بمباران شه. همه گفتن که این یک به قول معروف روح ملی ریشه دار و قدیمی تر از این جناح و اون جناح و این حکومت و اون حکومته. گفتن که آقا این نشانه اینه که آقا ایرانیت و ریشه های فرهنگی جمع کننده ما خیلی خیلی فراتر از این حرفاست که با این بادهای دعواهای سیاسی بلرزه. و برای اولین باره، فقط مخاطب یادش بمونه که میلاد دکانچی میگه که اگر مردم ایران به اینجا رسیدن که گفتن آقای نتانیاهو بمب سر ما نریز، به خاطر این بوده که پزشکیان اومده. نکته دوم، مردم از خودشون بپرسن. من با شما بحث نگفتم. من دیگه اگه تو منو میخوای تحریف کنی، من 700 تا اپیزود رفتم. من علیزاده سال 98 نیستم. خب بذار من خودم الان یه پایین کارم وایسم. جمله دوم اینه که میلاد دخانچی میگه دولت پزشکیانی که با اون بعدها سر کار اومد که من خیلی ساده میتونم مسائل ایران رو حل کنم و غیره، همون دولتی که وقتی 55 تا معدنچی زیر خاک مدفون شدن، عدالت خواه ترین عضوش میدری که منم برای انتخاب شدنش تلاش کردم، گفتم مجلس بهش رأی بده، تقاضا کردم، گفتش که اینجا همه جا اتفاق میفته، چیز عجیبی نیستش. خب دولتی که در این 1 سال 2 تا جهش ارضی داشته، دولتی که رسما میگه وظیفه من مالوندن پشت شما نیستش، خب و رسما مقابل طبقات پایین و طبقات متوسط میانی متوسط پایین ایستاده، میگه مؤسساتون مسئله خودتونه، بهداشت مسئله خودتونه، من از اینا نمیخوام. و میلاد گودرزی میگه این دولت چنان خوبه که مسائل حل میکرد. میلاد جان وایسا، من جمله پایانی بگم. تمام حرفایی که تو میزنی مال اتفاقا محلیه که تو زندگی میکنی. میگی من دور و برم نگاه میکنم، تو به عنوان کسی که از من خیلی باسوادتری دکترای چه میدونم دکترا تموم کردی و برخلاف من که تموم نکردم اومدم وارد کارهای سیاسی اینجوری شدم،
و خودت بهتر میدونین که هیچ کس جامعه رو بر اساس شناخت دور و برش تشخیص نمیده. کشور 85 میلیونی ایران بر اساس اینکه دور و بر من تو خیابون چیزه اتفاق نمیفته. معلومه که خیلی جای خاصی زندگی میکنه، ایران وسیع‌تر از اونه. خب و از این نظر من معتقدم که دولت پزشکیان تاثیر چندانی نداشت. اما یک نکته است، تصویری که شما می‌دینید که آقا جلیلی می‌خواست بیاد کارهای هیولایی کنه، دیوار بکشه بین زن و مرد، روسری سرشون بیاره، کشت ارشاد بیاره. من به شما میگم بعد از ماجرای پاییز 401 هیچ کی نمیتوانست روسری رو برگردونه. جلیلی و بزرگتر از جلیلی نمیتونست این کارو برگردونه. اتفاقی که افتاده بود استیت رو بیدار کرده بود و استیت باش همراه میشد. چه پزشکیان میومد، چه زاکانی میومد، چه عباس آقا میومد، چه جلیلی میومد، مسائل فرهنگی یه 5% تغییر میکنه. اما رسانه‌ای که دست اولیگارشی غربگراست میتونه اون 5% و 500% نشون بده و اگر جلیلی جمله‌ای میگفت اون رو هم بزرگ میکرد. تغییرش این بود که چگونه ما حس کنیم، چون حسگرهای ما در اختیار رسانه اولیگارشی است. یه سوال شما جواب بدید. تفاوتی در فرهنگ هم نمی‌کرد. فرهنگ از دست استیت خارج شده بعد از زن زندگی آزادی. فرهنگ از دست یک جمله بگم من، همونطور که رئیسی نتونست حجاب رو برگردونه جلیلی هم نمیتونست برگردن. برای همینه که خواهش میکنم ازت که حیف توه با دکترای کالچورال استادیز از کانادا بیای پروپاگاندای حسین مرشی و کارگزاران سازندگی شی. حیف تو آدم درس خونده، آدم باهوش و اینکه بخوای بیای شعبه درون مرزی حسین مرشی این همه رسانه داره. حسین مرشی صدها روزنامه داره، بی بی سی هم واسه بشه به بی بی سی که چی بگه. چرا میلاد دخانچی بیاد شعبه درون مرزی کارگزاران سازندگی و اولیگارشی بشه که نصف لندن رو خریدن، نصف دبی رو خریدن، نصف ترکیه رو خریدن؟ حالا با مزه بود. این سوال رو من جواب بده. اولا که مسئله ما اصلا نه شخصیه نه به اون معنا سیاسیه، مسئله ما ملیه. ما داریم تلاش میکنیم یک معادله از امنیت ملی رو حل بکنیم. سوال من خیلی واضح و شفاف از شما. آیا شما قبول دارید که حضور پزشکیان در تعدیل کردن و همراه کردن طبقه متوسط با نظام جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بود؟ آره یا نه؟ 100%. تموم شده رفت. خب اگه شما بگید آیا آره معتقد هستی که در این جنگ در فاصله افتاده بس طبقاتی خیلی زیباست، چرا فقط نمیذارم حرف بزنم من؟ آیا قبول داری که حضور پزشکیان در فاصله افتادن بین طبقات محروم و مستضعف پایین دستی دهک‌های 1 و 2 و 3 با جمهوری اسلامی موثر بود و اون فاصله رو بیشتر کرد و ما امکان شورش توی دستانمون بیشتر شد از زمانی که پزشکیان اومد؟ لزوما همچین شواهدی نداریم با توجه به اتفاقی رخ داده در جنگ. پاسخ دادم. خب یه سوال از شما دارم. یه سوال از شما این همه ترسی که الان در مورد ناترازی ها دارن، این ترسی که در مورد بحث بنزین دارن، این ترسی که مرتب دارن میگن، این ترس همیشه بوده. این ترس همیشه بوده. رئیسی سر کار بوده، پزشکیان سر کار بوده. خب حالا نمیخوایم جدل بکنیم واقعا. آقا پزشکیان زبانش به این میلاد جان به این بحث منطقیه. اگر پزشکیان مرجع جملاتش طبقه متوسطن، خب یک سری چیزا هم جا افتادن در سیاست. تو نمیتونی همه رو با هم داشته باشی که درسته. بالاخره یک جا افتادگی، یک حذفی در گفتار پزشکیان اتفاق افتاده دیگه. پایین دستی‌ها محسوب نمیشن تو گفتارش، درسته؟ پایین دستی‌ها در گفتارش محسوب نمیشن و مهمم نیسته، چون پایین دستی‌ها رسانه‌ای ندارن که بگن میایم پدرتون در میاریم. برخلاف طبقه متوسط که خشمشون تو اینستاگرامشون هست، خشمشون توی توییترشون هست، خشمشون که میایم براتون می‌داریم، عماماتون رو آویزون می‌کنیم. این طبقه صدا داره. اون پایین دستیه رو تو اصلا نمیدونی کجاست. کاملا نامرئیه. آقای علیزاده یه اشتباهی که داره در این گفتار از سمت شما صورت میگیره اینه که طبقه رو فقط دارید اقتصادی میفهمید، در صورتی که فرهنگ، اقتصاد و سیاست رابطه اینترلاکینگ دارن با هم دیگه. یک نفر ممکنه طبقه توی دست پایین باشه ولی تو مقوله های مثلا فرهنگی طرفدار آزادی اجتماعی باشه. تو اون لحظه نمیتونیم بگیم این لیبراله که، یا نشون به اون نشون که ممکنه نفر طبقه متوسط باشه، یعنی داره اموراتش میگذره، توهی دست نیست، ولی به لحاظ سیاست خارجی خب ترجیحاتش با جناهای مثلا نزدیک به امنیتی. میخوام بگم خیلی اینترلاکینگه. این تلقی شما از مقوله طبقه خیلی در سنت مارکسیسم کلاسیک میشینه و با تئوری جدید مسلمه که مسلمه که این بحث رو ما 24 ساعته داریم اتفاقا طبقات پایین دستی ایران هم خیلیشون در مورد حجاب نگاهشون به طبقه متوسط نزدیک شده و همینطور هم منبع ارزش‌های اجتماعی در ایران تریکل داون میکنه، یعنی از بالا توسط طبقه متوسط ساخته میشه میاد پایین. اون بچه طبقه کارگر هم دوست داره شبیه اونها لباس بپوشه که تو اینستاگرام میپوشن. من متوجه هستم که این ارزش‌ها میاد، اما همزمان ببین
همزمان رئیسی رفت بغل کارگران هفت تپه وایساد که دولت حسن روحانی و استاندارش در خوزستان شریعت مداری داشت تحویل اطلاعات سپاهشون میداد که از بالا آویزونشون کنن. خب چون گفته بودن خصوصی سازی اسدبیگی پر از فساد بوده، خب و رئیسی رفت اینها رو نجات داد. بالاخره یک سویه‌هایی از بحث اقتصادی در اونجا بود. جلیلی هم همینطور. این که نمیتونست از دل این روایت بسازه، از دل این روایت سیاسی بسازه و جمع کنه، بهشون بگه آقا من آمدم که برای منافع شما بجنگم، اونطوری که احمدی نژاد کرد. نمیتونست تقابل بسازه، چون میگه هم جلیلی هم رئیسی اینا میخوان استیتیست باشن، اینا میخوان صداهای حاکمیت باشن. تو نمیتونی هم صدای حاکمیت باشی هم صدای طبقه له شده معترض پایین دستی باشی. احمدی نژاد میتونست. برای همینه که شروع کار احمدی نژاد میگه خودش رو مقابل رفسنجانی در قالب نماد استیت گذاشت. خب منم دارم میگم من با این فهم تو همون گفتگویی هم که دارم، همون سخنرانی هم که میخوام بگم چرا به جلیلی رأی میدم، میگم به رغم این ترس ها، به رغم این نگرانی ها، ولی باز میگم که این پتانسیل رو داره و میتونه حداقل نیرو منسجم کنه. من چیزی بگم میلاد، من بسیار بسیار مفتخرم که تو انتخابات به جلیلی رأی دادم، چون حداقل اون 10 میلیون نفری که به جلیلی رأی دادن رو الان میتونم کنارشون وایسم و انتخابات پایان سیاست نیستش. این 10 میلیون نفر الان میتونن کارایی کنن. تو هم باید خوشحال باشی که این رای به پزشکیان به جای 17 میلیون 27 میلیون نبود. اگر 27 میلیون بود، اون 10 میلیون جلیلی هم به پزشکان رای میدادن، الان حسین مرعشی من تو رو خورده بود. الان حسین مرعشی آب فاضلاب رو هم خصوصی کرده بود. الان این علی انصاری دیگه برده بود و خورده بود. الان مهدی جهانگیری و برادرش خب دیگه چیزی باقی نذاشته بودن. تو هم باید خوشحال باشی که مقابل یک لیبرالی که اومده بالا بحث مذاکره اینها رو جلو ببره، یه نیروی هم اون ور باشه. تو چرا میخوای جلیلی رو حذف کنی؟ تو چرا میخوای اون 10 میلیون فقیر مذهبی رو میخوای نابود و ناپدید و ناموجود کنی؟ چرا حذفی؟ چون توتالیتر شدی تو. نه من نمیخوام که اون 10 میلیون فقیر مذهبی رو ناپدید بکنم. من نمیخوام علی علیزاده بشه سخنگوی اونها، چون حس استعماری به من میده. چون علی علیزاده هم میاد بهشون میگه که بچهای خوب، شما خیلی آدمای خوبی هستید، میتونید کار فوق العاده بکنید، اما به لحاظ ایدئولوژیک و فرهنگی یه مقدار مشکل دارید تو قضیه حجاب، بیخیالش بشید. تو رو خدا بیخیال شید، بیاید وفاق بکنیم و من بشم صداتون. اینکه یک نفر از لندن بشینه و هی مرتب تکرار بکنه که من میخوام صدای این طبقه این 10 میلیون باشم، خودش این یک لحن استعماری داره. یک دو، اینکه هی داره بهشون میگه که بیاد معامله کنید، فرهنگو بدید و اقتصاد نمیدونم سیاست رو نگه دارید، نه تنها توهین به اونهاست بلکه اصلا هویت اونها رو ازشون در واقع دریل کردن و گرفتنه. این یک بحث. دو، شما یک فرضیه‌ای داری، یک نقطه عزیمتی داری و نقطه عزیمت این هستش که این 10 میلیون نفر به دلیلی که خودت تو تحلیلات بهش رسیدی قشر مهمی ان در تاریخ معاصر ما. خب و با این پیش‌فرض و با این اصل شروع می‌کنی ورود به سیاست در ایران، در صورتی که به همون اندازه که در این قشر آدم راندخوار وجود داره، آدمایی که میخوان از اولیگارشی قدرت برن بالا وجود داره، در این قشر آدمایی که میرن مدافع حرم میجنگن، در خدمت منافع ملی هستن وجود داره، آدمای ساده وجود داره، به همون میزان که در اقشار دیگه‌ای وجود داره. و شما روایتی از ایران میسازی که 1/8 و 0.7% 70% 80% مردم ایران تو روابط شما نیستن، هی میخواد با این 10% ببندی. بعد هی میگی زهران ممدانی، شما زهران ممدانی میگی آقای علی علیزاده شما نه مذهبی هستی به روابط خودت، سکولاری، نه به لحاظ سیاسی عقبه تاریخی مال این جریانی. خب و هی میخوای اینا رو نمایندگی کنی و چیزی که اینجا فقدانش حس میشه اصالته. شما مال اینا نیستی، خب به اونام تعلق نداری، هی میخوای اینا نمایندگی کنی، اونام بکلش میکنن، در بهترین حالت رابطه ابزاری با شما برقرار میکنن، میگن که حالا تا اونجایی که حرفای ما رو میزنه باشه، بینشون هم اختلاف میشه، میگن این نفوذیه. لذا اتفاقا من دوست ندارم که، یعنی مسئله این نیستش که از جناح جلیلی زهران ممدانی در بیاد، من دوست دارم علی علیزاده تأثیر زهران ممدانی داشته باشه. آی علی علیزاده خودت باش، پیشینه تاریخی خودت باش، لحن خودت رو در واقع پروژکت کن، چون غیر از این شبیه یک پیمانکار رسانه‌ای داری به نظر میرسی، حداقل بین نخبه و الیت جامعه. خب اولا که بحث استعماری که گفتی خیلی جالبه، چون گفتن این که
به نیروی سیاسی، من همونطور که به اصلاح طلبا گفتم، من چون اون موقعی که من خودم رو در اختیار اصلاح طلب بدنه اصلاح طلب گذاشتم، بی بی سی میرفتم سعی میکردم که این دو تا پروژه است. خب من دو بار پیمانکار، اگه بخوای بگی پیمانکار، جالبه که اون موقع نمیگفتی. من سال 89 نکرده بودم. من سال 89 اولین بار بی بی سی فارسی رفتم. از 89 تا 95 که دیگه واقعا بعدش ممنوع تصویرم کردن، حرفم چی بود؟ به بدنه اصلاح طلبی که در جنبش سبزم شرکت میکرد، به بدنه غربگرایی که در جنبش سبز شرکت میکرد، میگفتم که یک برید اولین مصاحبه با وی او ای ببینید. خب آمریکا دوست شما نیستش، شعار نه غزه نه لبنان خودکشیه، اگرچه باید برای آزادی اجتماعی، برای عدالت جنگی در ایران، اما باید مراقب باشیم که از خارجی‌ها کمک نگیریم. نقش مهدی خلجی رو سال 92 در مقاله سرهنگ‌های امپراتوری در ردای روشنفکران عرصه عمومی می‌نوشتم. بعد حمله می‌کردم به قول معروف اسرائیل و غیره اینها. بعد اونجا دیدم که بی بی سی داره از من استفاده ابزاری میکنه. بی بی سی میخواد یه چپ به قول معروف ضد اسرائیلی هم توی ویترینش باشه که بگه آقا من به همه صداها دارم اجازه میدم. خب چرا اون موقع نفهمیدی؟ حداقل اینجا که من ایجنسی دارم، صدا دارم، داد میزنم، فوش میدم، اونا منو لگد میزنن، بیرونم میکنن، میگن نفوذی از سیستم، ما با هم قهریم و غیره. ولی من چرا از اون پروژه اومدم بیرون؟ چون احساس کردم که من مصاحبه با محمود صادقی شما ببین، مصاحبه با رضا جلایی پور ببین، مصاحبه با اصلاح طلبا ببین. خب احساس کردم که آقا تا زمانی که طوق قدرت اقتصادی کارگزاران و وزارت بازرگانی بر گردن اصلاح طلبان و بدنشون هست، این نمیتونه عدالت خواهی کنه. ولی اون پایینیه به نظرم پتانسیلش بیشتره. نمیگم نیروی مهمی ها، اتفاقا آخرین نیروه و این نیرو هم در حال اضمحلال. اتفاقا خب من اوضاع ایران رو اوضاع خیلی رو به جلوی نمیبینم، مثل شوروی در حال فروپاشی میبینم که از دلش یه یلسینی میاد و به قول معروف یه قارت خیلی عظیمتری رخ میده. اما وایسا، این استعماری نیستش. همونطور که در دهه 70 نیروهای نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی سعی می‌کردن که بخشی از بدنه حزب اللهی بگن حجاب مهمه، میتونستن انصار حزب الله رو حمایت مالی کنن که این دو قطبی پررنگ شه. این که به بدنه بگی آقا دو قطبی فرهنگی کف ماجرا روی ماجراست، توی با سایه می‌جنگی. همه این سال‌هایی که هم توی با حجاب هم توی بی حجاب داشتین سلب مالکیت می‌شدین، سهمتون از انفال از قدرت گرفته میشد. سال 70 باباتون با 10 سال کار بدون غذا خوردن میتونست خونه بخری تو تهران 60 متر. الان تو باید 50 سال کار کنی خونه بخری. خب این سلب مالکیت محسوب میشه دیگه. تو سهمت از این بیت المال کم و کمتر شده. خب حجاب و بی حجابی نیستش. به اون نشون میلاد، به اون نشون که دیدی جمهوری اسلامی سر قضیه حجاب چقدر راحت کنار رفت، چون سوپر استراکچر بود، چون روبنا بود، روبنا رو عوض کرده، روبنا دیگه گذاشتش. خب ولی سر اقتصاد تا یه پا 100,000 نفر کشته نشن تکون نخواهد خورد. اجازه اتحادیه کارگری نخواهد داد، اجازه اون نخواهد داد، اجازه این که مالیات ها شفاف شه نخواهد داد، اجازه این که مدارس باز دوباره دولتی شه مردم له نباشن زیر مدارس نخواهد داد و همه چیز به سمت خصوصی و خصوصی تر کردن خواهد برد. خب و این به نظر من همچنان معتقدم که هر نیروی سیاسی به این حرفا گوش کنه باید گوش کنه. حالا کی گوش میکنه؟ من که خودم بایکوت نکردم که. من تو رسانه‌ای هستی و داری جرزنی میکنی. همونطور که تو قبل از این به من زنگ بزنی به 20 نفر دیگه زنگ زدی که قبول نکردم بیان، درسته؟ ولی با من حرف میزنی، من مطمئنم به جلیلی زنگ زدی، به ثابتی زنگ زدی، قبول نکردم بیان، به اون ور زنگ زدی، به حاتم قادری زنگ زدی، قبول نکردم بیان، داری با من حرف میزنی. منم تو از خودم میدونم به کیا زنگ زدم. من رسانه جدال رو در اختیار همه گذاشتم. سعید لیلاز قبول کرده بیاد، سعید لیلاز پایداریه، ولی جلایی پور قبول نکرده بیاد، ولی اون یکی قبول نکرده بیاد. خب من برای هر برنامه سراغ 20 نفر میرم. اصلاح طلبان با هوشیاری بسیار و هوشمندی بسیار بایکوت کردم. این چرا؟ چون اصلاح طلبا که بدنشون مجاهدین انقلاب اسلامیه با مجاهدین خلق قبل از انقلاب یکی بودن و هنرشون بایکوت کردنه. اصلاح طلبا به رغم اینکه خانم آذر منصوری سگ بغل میکنه، تریپ سیاست ورزیش عین مسعود رجوی و مریم رجویه. بایکوت، متخصصان بایکوتن. وگرنه من گفتی بیا، من دارم میگم بیا. به تو هم نگفتم بیا، برای اینکه تو ایران بودی، تو جیوگی داری، تو چه میدونم، من فکر کنم که تو اصلا نیاز نداری، تو اینقدر رسانه‌ای زیاد داری که نیاز به صحبت با من نداری. وگرنه تو هم بیا هفته یه بار من برنامه با میلاد زوخانچی میذارم و باعث خیلی خوشحالی من هستش. خب من کسی بایکوت نمیکنم، اونها ما رو بایکوت کردن. برای همین من با همه صحبت کردم، هر کسی هم بخواد به این گوش کنه. ولی فارغ از حزب اللهی و غیر حزب اللهی، پایداری، جامعه ایران اگر متوجه نشه که یک، از بین رفتن قدرت موشکی
پهبادی و هسته‌ای بالقوه، یعنی همین هسته‌ای نیمکاره، باعث میشه ایران له‌ولورده شه و لیبی شه. همین 12 روزه میشه 120 روزه و 1020 روزه به خودش دیگه مربوطه. دو، اگر جامعه ایران متوجه، اگر جامعه و حاکمیت متوجه نشه که سطح بی‌عدالتی اگر از این بیشتر شه ممکنه که کلیت ایران رو از هم دیگه بپوشونه، فرو بپاشه و از بین ببره، باز هم یک مسئله دیگه است. و این پیچیدگی چیه؟ این که میگه آقا تو قبول داری که سطح بی‌عدالتی اینقدر بالا، چه دفاع میکنی؟ اصلا پیچیدگی همینه. خب پیچیدگی این که چطور میتونی درون این ساختار موجود بجنگی برای چیزای کوچیک، برای کارزارهای کوچیک، برای اینکه 3% حقوق زیاد شه، 5% مالیات اغنیا بیشتر شه، کارهای کوچیکی که اصلا سیاست تولید میکنه و سیاست به وجود میاره، وگرنه بعدش که همش حرفای کلیه چه میدونم پایمنقلی بی‌بی‌سی و اینترنشنال و غیر است. من تو خیلی از مواضع با شما همراه هستم. اگه یادت باشه اولین گفتگویی که ما با هم دیگه تو فیسبوک داشتیم که شاید هم هنوز باشه، من جز افرادی بودم که وقتی که شما فعالیت داشتید در لندن به شما خودم، یعنی من به شما اصطلاحاً ریچ اوت کردم، پیغام دادم سلام فلانی، داری کار خوبی میکنی و اومدیم با هم دیگه ویدیو کال کردیم، با هم گفتگو کردیم. یعنی در مجموع این کنش شما و این دغدغه‌ای که واسه امنیت ملی داری رو من میفهمم و باش همراه هستم. کل بحث این هستش که آیا علی علیزاده به هدفی که میخواد برسه میتونه برسه، یا من به عنوان یک نیروی ملی یا کسی که حداقل فکر میکنه که ملی هستم تو این نقشه و مپ فرهنگی سیاسی کلان دارم به این مقوله فکر میکنم که آیا علی علیزاده داره به سمت ملی کردن ما حرکت میکنه یا نه؟ اگر نه، من چیکار میتونم بکنم که اون رو مثلا به اون سمت ببرم؟ قطعا تو هم یک همچین مسئولیتی نسبت به من داری احساس میکنی، منم یک همچین مسئولیتی دارم نسبت به شما احساس میکنم. کل حرف این هستش که نحوهی که شما داری خودت رو برند میکنی، خب نحوهی که خودت داری فریم میکنی در شرایط ایران، نحوه موضع گیری و انتخاب هایی که داری میکنی و تحلیلاتی که اتخاذ میکنی. ببین مثلا مدام میگی مرشید، میگی اولیگارک، میگی ببین وقتی که میای تو جلسه واقعی میشینی توی ایران، تو همین برنامه خرداد هفته پیش تو همین اتاقی که من نشستم داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، 2 تا اقتصاددان اومده بودن نشسته بودن. واقعا مقوله یارانه انرژی مقوله جدیه و ما نمیدونیم چیکارش داریم میکنیم. یعنی از یه طرف یارانه دادیم، از یه طرف در واقع از اینجا مونده از اونجا رونده شدیم، نه اعتبار دولت سوسیالیستی رو داریم از آن خودمون میکنیم، از اون طرف داریم ران تولید میکنیم، از اون طرف مشکلات مصرف کننده رو داریم، وارد ارز ترجیحی میشیم، بحران‌ها و پیچیدگی‌های معطوف به خودش هست که منم تو همه‌شون متخصص نیستم. میخوام بگم که وقتی که اتفاقاً وارد خرد مسائل در ایران میشیم با جراحی‌های به شدت پیچیده روبرو هستیم که هر کدومشون موضع‌گیری و نزدیک شدن خاص خودشونو میخواد. بعد علی علیزاده تو لندن نشسته با یک مفهوم مثل نیولیبرالیسم و آلیگارک نسخه میپیشه و این کمکی به گفتگوی ملی نمیکنه، کمکی به فهم ما از شرایط نمیکنه و به همون اندازه که علی علیزاده رو در سیاست خارجی به زعم خودش رالیست میکنه، در داخل ایدئالیست هم نمیکنه. یک چیزی شبیه یک ایدئولوژی عجیب غریبی که ره به جایی نمیبره. یعنی کل حرفم این هستش که علی علیزاده در حل مسائل ملی ما آنگونه که من دارم میفهمم پتانسیل های بیشتری داره، ولی پتانسیلش داره هرز میره، چون 3-4 تا کانسپت رو از در واقع مارکسیسم کلاسیک و ماکیاولی با هم دیگه قاطی کرده، هی داره میزنه و بعد میگه من میخوام اون 10 نفر رو اون 10 میلیون نمایندگی کنم. آقا ولمون کن اون 10 میلیون نفر رو، بیا به 70 میلیون 80 میلیون نفر کل ما برس. حالا خیلی خیلی عالی. ببین میلاد جان، یه اتفاقی که افتاد، خب خیلی خودتون گفتی که اگر اون تلاش برای مذاکره نبود و مردم ندیده بودن که ایران، جمهوری اسلامی، پزشکیان، ظریف، عراقچی برای مذاکره رفتن، پشت ایران نمیموندن. بیا رئالیستی و با عدد رقم حرف بزنیم. میدونی که حسن روحانی که با یکی از با پر مشارکت ترین انتخابات تاریخ ایران سال 96 برای دومین بار انتخاب شد، با 5% محبوبیت پاست رو رها کرد و رفت سال 1400 و میدونی که بعد از اینکه در اردیبهشت 1997 ترامپ پاره کرد برجام رو، اعتماد جامعه به مذاکره به شدت خیلی خیلی جدی پایین اومد. میدونی که وقتی که باقری کنی میرفت مذاکره میکرد میومد دیگه جامعه بهش کاری نداشت و به عبارتی اون اسوسییشن یا اون به قول معروف تداعی شدگی
زیست اجتماعی و اقتصادی در ایران با امر مذاکره از بین رفته بود. چون هنر ظریف، هنر روحانی این بود که مذاکره رو اجتماعی کردن. یعنی چی؟ یعنی به جامعه گفتن که مثل سگ پاولوف که بعد بزاقش ترشح کنه که مذاکره اگر خوب باشه وضع اقتصاد شما خوب میشه، اگه بد باشه وضع بد میشه. جامعه ایران از دل این تجربه تاریخی آموخت که آقا مذاکره خیلی فاکتور خیلی مهمی نیستش. این که از سال 1403 به واسطه آمدن ظریف و کمک رسانه‌های خارجی و دولت خارجی که به اینا سیگنال میداد، ویتکاف میگفت راست میگه ظریف، اگه من بیام همه چی درست میشه. 3 میلیارد 2000 میلیارد دلار معاشی میگفت تو ایران به قول معروف سرمایه‌گذاری خارجی میاد و غیره. این دروغ بودش. خب برای این مذاکراتی که تو میگی اگه مردم نمی‌کردن اصلا ناموجود بود. قبل از انتخابات 1403 مردم مذاکره رو فراموش کرده بودن. به عبارت داغ یک عشق قدیم اومدی تازه کردی. اصلا مردم از توهم و هپروت این که مذاکره با آمریکا میتواند تأثیر روی اقتصاد رانتی کشوری داشته باشه که با مذاکره هم هر چی بیاد تو دهن علی انصاری و جهانگیری و چه میدونم بابک زنجانی ها میره فراموش کرده بودن. خب نکته اول تو هم داری این پروپاگاندا رو باز تولید می‌کنی. سال دوم ببین تو میگی نئولیبرالیسم، بنده اتفاقا هرگز، من از دل چپ هپروتی اروپایی اومدم بیرون، من از دل چپ هپروتی سکولار اومدم بیرون و اومدم اینجا جای انضمامی و عملی وایسادم. اتفاقا من در ایران علاقمند، مدافع و حامی سرمایه‌داری ملی ام. خب اصلا من دنبال چپ بازی نیستم. کلمه چپ رو هم ارزانی همه چپا میکنم. خب من نه چپم نه راستم و غیره. من اتفاقا خواهانم که ایران سرمایه‌داری ملی داشته باشه. حالا این سرمایه‌داری ملی میتونه به واسطه یه شرکت دولتی باشه، میتونه 4 تا شمخانی و بابک زنجانی و اینا پاشونو بزنن رو شونه ما برن بالا، به شرط و شروط ها، به شرطی که در لحظه‌ای که ایران در خطره دیگه غلط زیادی نکنن که بگن بازم میخوایم بخوریم. نه تو اول باید اینجا باید در خدمت ملت باشی. کاری که پوتین با اولیگارشی در روسیه کرد، کاری که شی جین پینگ با اولیگارشی در چین میکنه. یعنی در چین طبقه ثروتمند داری، تو لندن الان پر این بچه پولدارای آقازاده‌های چینیه. ولی جمله مارکس چی میگه در سال 1848؟ میگه که استیت یا حاکمیت در خدمت طبقه فربه و بورژوازی است. چین اینو برعکس کرد، گفت ما اجازه میدیم سرمایه‌داری شکل بگیره اما سرمایه‌داران در خدمت دولت چینی هستند. و جمهوری اسلامی این فروند پروژه رو هم در دوره رفسنجانی شروع کرد، هم در دوره احمدی نژاد شروع کرد. 2 بار سعی کرد که اولیگارشی خودش رو بسازه که در خدمت استیت باشن. این اولیگارشی هر بار سرکشی کرد. اصلا به ارز ترجیح من کار ندارم. اینکه در 6 سال گذشته 120 میلیارد دلار از ایران رفته، گم شده، یعنی کی؟ یعنی فولاد مبارکه، پتروشیمی ستاره خلیج فارس، اون یکی که آقای علی عسکری از دوستان سابق شما فکر کنم اداره میکنه و غیره، جاهایی رو گرفتن و اینها پولهایی رو قرار بوده که صادرات کردن، پولش برنگشته ایران. پول کجا رفته؟ شده برج در تورنتو، شده برج در لندن، در استانبول، در دبی و غیره. این غارت به دست اولیگارشی خود جمهوری اسلامی. این اولیگارشی موجوده، این توهم من نیستش. بنده اصلا نئولیبرالیسم نکردم. در مورد ارز ترجیح برنامه تخصصی داشتم با متخصصانش در مورد بحث دلار، اصلا همین تثبیت نزدیک شدیم با جبرائیلی، بعد فاصله گرفتیم. این بحث خیلی بحث پیچیده‌ایه، اصلا مثلا این چیزا رو درواسی نداریم. اما یک نفر باید بیاد بتونه جلوی بانک آینده وایسه. بعد از 3 دولت که ناتوان و فلج بودن که بتونن بانک آینده رو کنترل کنن، دولت روحانی، دولت رئیسی و دولت پزشکیان. اگه میثم ظهوریان میاد من میرم کنارش وای میستم. میثم ظهوریان پایداری نیست، اما اگه پایداری هم بود میرفتم وای میستادم. اگه اصلاح طلب بودم بغلش وای میستادم. اگر خارج از نظام بودم بغلش وای میستادم. اگه بهایی هم بود بغلش وای میستادم. چون مهار بانک آینده از بهایی و مسلمان بودن، از گی و نورمال بودن، از مسلمان و کافر بودن مهمتر در ایران امروز. اگر بانک آینده باشه چیزی به اسم ایران 4 سال دیگه باقی نخواهد ماند. اگه به مهدی جهانگیری که فرضی است که پروانه باید در زندان باشه، 2 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی داده میشه و کسی اینو بیاد مطرح کنه، چه امیرحسین ثابتی باشه چه 10 نفر دیگه، من کنارش وای میستم. همزمانم میگم آقایون اگر میخواین جامعه 70 میلیون نفر بغلتون وایسه، نه فقط من، سر مسائل 2 قطبی ساز وارد نشید. با حجاب و بی حجاب یکسان دارن فقیر میشن. اینا رو اصلا سوا نکنید. خب نمیگم که اینها دختران من، حرف شعاری آقای خامنه‌ای و سردار سلیمانی نمیذارم. میگم آقا با حجاب و بی حجاب دارن یکسان له میشن زیر این ماشین. خب نرید اونجا، ولی بیاین سر این بحث بایستید. خب چون ایران در خطره. اولیگارشی ایرانی ضد ملی است.
اولیگارشی ایرانی نمیتونه تن نمیده به خواست استیت و استیت ایرانی هم چون باهاش درآمیخته است. چون اولیگارشی کیه؟ خواهرزاده فلان سرداره، برادر فلان آدمی که توی خبرگان رهبری نشسته، پسر فلان کسی تو شورای عالی امنیت ملی نشسته، به هم در هم تنیده است، نمیتونه اینو مهار کنه. داره استیت خودش از درون خودش نابود میکنه، مثل بیماری خود ایمنی، مثل سرطانی که از درون افتاده. این لحظه رو چه کسی میتونه متوقف کنه؟ هر کسی که بتونه. نباید نیروی برانداز باشه. این آخرین نیرویی که دارم بهت میگم، همین بچه‌هایی که وایسادن اینجا نباشن، نیروی بعدی برانداز هاست. حالا تو میگی چرا اینا پایداری ان؟ یک اصلاح طلب به من نشون بده که در مورد بانک آینده سینه داده باشه جلو. آقای یاشار سلطانی که اسم خبرنگار ضد فساد به خودش میبنده، اومده در دفاع از بانک آینده داره حرف میزنه از پیروز، از هفته پیش تا حالا. میگه بانک آینده خودش خوب بوده، تغییر مدیریتش به بانک مرکزی خرابش کرده. باور نکردنی تو یقه اونو نمیگیری، یقه منو میگیری. برای همین من ممکنه که از جزئیات داخل ایران خبر نداشته باشم، هر وقت نداشتم گفتم، اما معتقدم که این اولیگارشی باید مهار شه. اگر مهار نشه کلیت جمهوری اسلامی به خطر میفته. و سلام. خب ببینید، کل حرف این بود که تلاش بکنیم که اون معدل موقعیت و امنیت ملی رو پیدا بکنیم. من به این جمع‌بندی رسیدم که اون چیزی که ریشه همه مشکلات ما، دیدید دوله وقتی میتره که میرن نشتی رو پیدا میکنن. اون نشتی اصلی در جامعه ما، در نظم حکمرانی ما، فقدان احترام به امر متکثره. خب ما نمیتونیم، یاد نگرفتیم که متکثر جامعه رو اداره بکنیم، هم تکثر اقتصادی، هم تکثر سیاسی، هم تکثر فرهنگی. و من به عنوان یک نیروی ملی باید هی تلاش بکنم که این معدله رو پیدا بکنم که در نقطه کانونی کسرات، در نقطه کانونی وحدت بخش این کسرات باشم. این چیزی که من فهمیدم. لذا من باید گفتمانی تولید بکنم که حتی بتونم این مرعشی که توی روایت شما آنتاگونیست رو بتونم هضمش کنم، جا بهش بدم، بذارمش اونجا و بگم که ببین تو جات اینجاست. بتونم واسه همه این تیکه‌های مختلف آینه جا پیدا بکنم. لحن و گفتمان آنتاگونیستی شما در واقع حس من این هستش که نمیتونه یک همچین فرایندی رو ممکن بکنه. فوق‌العاده است واسه یک نزاع حزبی جناحی و نمیتونه روایت ملی بسازه. این رو هم بگیم که حالا شما به بانک آینده اشاره می‌کنید، من تخصص در مورد کیس بانک آینده ندارم، ولی چیزی که میفهمم اینه که یک همچین فسادهایی در این سطح خارج از و منزه از روابط قدرت که شکل نمیگیرن، که همون آدمایی که خدا خیرتون، همین آدمایی که الان دارن میرن مجلس و میرن و میان، همین آدمایی که امروز شما داری بهشون تریبون میدی، با یک با یک واسطه و دو تا واسطه ذینفعن توی این مناسبات. بعد نشون که دولت آقای رئیسی که در واقع سمت عدالت میستاد و از قضا پیشینه قضایی هم داشت و اصلا خودش رئیس قوه قضایی هم بود و این پرونده رو خونده بود، اینو منحل نکرد. در این دولت این منحل شد. حالا ممکنه این حرف من اینطوری تعبیر بشه که من دارم از این دولت دفاع میکنم. من اصلا نه تنها به این دولت، به دولت‌ها تعلق ندارم. من فعال فرهنگم تو بخش خصوصی توزیع فرهنگ دارم کار میکنم. اینجام تقلم بر این هستش که بتونیم یه گفتگو رو در سطح ملی و آسیب شناسی ملی پیش ببریم. یه مثلا در مورد ظریف، مثلا به عنوان مثال بخوام عرض بکنم، توییت‌های شما رو دنبال می‌کنیم یا عکس‌هایی که انتخاب می‌کنید تو این میزانسنایی که واسه جدال انتخاب می‌کنید، همیشه ظریف یا آنتاگونیسته، یعنی یه آدم رد داده، قبقبه داره، ناراحته، یه آدم بدی، یه آنتاگونیست تو روایت شما. در صورتی که برای من به عنوان مثال برجام با همه مشکلاتی که داشت از قضا جزء مصداق‌های اراده ورزی و حل مسئله در این کشور بود. در کشوری که هیچ کس حل مسئله نمی‌کنه، اراده نمیورزه، یعنی درست این هستش که تو اگه در مقام دولتی باشی تصمیم نگیری. خب یکی از بزرگترین مشکلات بوروکراتیک ما این هستش که تصمیم نمیگیرن آدما، یعنی تو وارد این سازمان میشی، اون سازمان میشی، زندگی روزمره دارم میگم. این که ما یک اجماعی رو ایجاد کردیم، تصمیم گرفتیم، ولو به غلط، به قول آقای حامد بهداد، رفتیم این تصمیم رو گرفتیم ولو به غلط، برای من یه قدم رو به جلو در تاریخ معاصر ما محسوب میشه. و حالا اینا بذاریم کنار. برای طبقه متوسط همین که ظریف داره میره اونجا مذاکره میکنه، ظریف تداعیگر یک نوع امیدبخشیه که میشه در چارچوب همین جمهوری اسلامی، همین نظم آخوندی بریم و یه قراردادی رو امضا کنیم. به خاطر شما وقتی که به ظریف حمله میکنی داری به امید طبقه متوسط که ظریف واسش اون
جهان رو تداعیگر هست حمله میکنی. و وقتی که اون طبقه متوسط اعصابش خورد میشه و ناامید میشه از نظم سیاسی، چیکار میکنه؟ فاسد میشه، شروع میکنه فساد کردن، شروع میکنه بوق زدن توی خیابون، رانندگی امثال منو مختل میکنه. کی داره توی این نظم روانی بازی میکنه؟ علیزاده. آره میخندی چون که این کانکشن. من باعث بوق زدن شدم. ببین میلا جان، الان دیگه واقعا دیگه بحثت خب اصلا باور نکردنی اصلاح طلب شد. چون بحث بوق نیستش، بحث اینه که اون طبقات پایینی بحث واقعا سر بوقه، بحث واقعا سر بوقه که طبقات پایینی اسلحه برمی‌دارن، نه کلاش برمی‌دارن. خب تو کردستان کلاش خیلی ارزونه، توی بلوچستان کلاش خیلی ارزونه. خب از بوق میگذره. مثلا من 4-5 نکته رو گفتم، همه رو نوشتم بهت بگم. یک نکته اول در مورد برجام، وقتمونم کوتاه داره تموم میشه، خیلی کوتاه سر بگو. من خیلی کوتاه میگم. بحث برجام رو برام ببینم. من از برجام دفاع کردم در موقع خودش، از خود ظریفم دفاع کردم، جزء دلواپسانم نبودم. حتی اگه الان با این فهمی که دارم رو به عقب از شخصیت ظریف و روحانی و پروژه کلانی که داشتن به واسطه برجام و می‌خواستن نیروی حاصل از برجام رو بیارن در داخل و به کار سیاست داخلی و بحث جانشینی، بحث تغییرات در داخل بزنن، الان دفاع نمی‌کردم. ولی با این حال اون موقع دفاع کردم و هنوزم فکر می‌کنم که اون کسایی که از برجام در سال 92 تا 94 دفاع کردن براشون خورده من نمیگیرم. خب بحث برجام نیست. بحث اینه که پس از آن که آمریکا از برجام بیرون اومد و ما تجربه تاریخی اینو داشتیم که با این میزان قدرت اندکی که داریم، سر هر مذاکره‌ای که بریم اصلا نمیتونیم چانه زنی مفصل کنیم و تو پاچمون خواهد رفت. چرا؟ چون اگه تو 100 قیمت چه یه ماشین قراضه پراید داشته باشی، بخوای بری با کسی که چه یه برج کامل تو الهی داره چانه زنی کنی، خب کی هستی؟ سر تحویلت نمیگیره. خب بعد به بادیگارداش میگه پرتش کنن بیرون، خب ماشین مثلا میگیرن ازش. برای همینه که من مشکلم با این است که آنهایی که حول برجام یک دین سیاسی ساختن، خب پولیتیکال ریلیجن ساختن و از دلش ایدئولوژی ساختن که آقا ما میتونیم بریم ادغام کنیم، خیلی مشکلی به وجود نمیاد و در واقع ذهن‌های ایرانیان رو غیر رئالیست کردن، ذهن‌های ایران رو هپروتی کردن. ما فکر می‌کنیم حزب الله‌ها هپروتی بودن، تا قدس می‌رویم، تا کربلا می‌رویم، ولی این ور بدن متوسط رو هپروتی کرد. یه امضا کاریم تمومه. آقای مرعشی میگه یه دست دادن بین روحانی و ترامپ تموم بود. میلاد تو بالاخره آدم درس خونده هستی. آیا توی سیاست جهان ایران ول کن، توی سیاست جهان یه دست دادن بین دو تا رهبر مسائل سخت به قول معروف ژئوپلیتیک رو حل میکنه؟ به من بگو. ببینید شما فکر میکنید که نقد چارچوب نظری شما قراره به نفع روایت اصلاح طلبان تموم بشه. این اشتباه رو نکن. من دارم چارچوب نظری جدال رو نقد میکنم. شما داری میگی به من داری میخوای اثبات بکنی که بعضی از اصلاح طلبان آدمای عوضی هستن. من اینا رو میدونم. خب که بعضی از اصلاح طلبان آدمای عوضی هستن. در سال 92 این کلمات که یک معنی ندارن که زمان گذشته. خب مذاکره امنیت در سال 97 یعنی قاسم سلیمانی سال 98 بعد از آبان 98 که مستضعفین کشته شدن یا مثلا بعد از پاییز 400 که جوانان کور شدن، امنیت یعنی تو داری سر من میزنی. کلمات که در تاریخ معنی ندارن، در سیاست یه معنی واحد. مذاکره‌ای که ظریف سال 92 تا 94 گفت یه مشروعیتی داشت. مذاکره‌ای که این بار گفت تحمیق توده‌ها و زرنگی بود. نکته اول. چرا یه لحظه علیزاده، آیا علیزاده اسم کوچیک یادم نمیاد، علیزاده دی. یه لحظه آیا علیزاده، چرا تو این روایت بود استعماری ماجرا غافله؟ چرا ما در نظر نگیریم که یه ترامپ عوضی استعماری اونور داره کار میکنه، دول استعماری داره اینجا کار میکنن؟ چرا وقتی که به شکست برجام و ساخت این دیسکورس برجام حول شکل میگیره که من با شما موافقم که ذی‌نفعانی هم داره و دارن از این آب گلالود ماهی میگیرن و با این نقد شما کاملا همراه هستم، ولی تو کل این کلان روایت سمت غربی و دول استعماری و به طور خاص ترامپ اصلا غائبه. شما هر منتقد برجامی رو که پیدا می‌کنی می‌بینی که اصلا توی گفتارش اصلا انگار که بابا از اون یه سری آدمای عوضی، یه سری آدمای هیله‌گر نشستن و دارن هممون رو مچل می‌کنن و اون وقت داره مچل می‌کنه. ترامپ عوضی نبود. ترامپ اتفاقا فرصت خوبی برای ایران بود. ترامپ سگش طرف داشت به اوباما. برای اینکه من مشقمو خوندم. چرا؟ چون با ما حمله کرد؟ چون با ما حمله کرد؟ با ما حمله نکرد؟ من برخلاف تو خب این سال‌ها مشقمو خوندم. من بزرگترین نصیحتی که در زندگی کسی بهم کرد نصیحت پیتر آزبورن، استاد راهنمام بود که سال 2012-13 دید که همش من توی اعتصابای اساتید دانشگاه و توی اون ماجرای وال استریت و بحث این هستن. گفت اگه میخوای به سیاست بخونی، کار سیاسی کنی، سیاست رو از سیاست میآموزی و از آن کارزارهای روزمره.
برو از فلسفه قاره‌ای بیرون، از خوندن آلتوسر و از خوندن دولوز و بدیو و هگل سیاست نمیتونی استنتاج کنی و تو هنوز تو نظریه موندی و به واسطه نظریه بدون میانجی میخوای مستقیم سیاست ورزی کنی. من نزدیک 40 ساعت توی جدال روی برجام برنامه تولید کردم و این برنامه هاست که من آموخت که در زمان اوباما در همون فوریه سال 2016 آقای سیف در کانسیل آف فارن ریلیشنز گفتش که ما رو به آمریکایی‌ها گفت محصول ما ایران از برجام was nothing. گفت یک دونه سویفت برای ایران باز نشد. خب اگه میرفتی میخوندی و میدیدی که کار روزنامه‌نگاری، تحقیقی روزنامه‌نگاری از فلسفه خیلی پایین‌تره دیگه. من خودم رو داونگرید کردم تو زندگی، یعنی آوردم پایین، گفتم من نمیخوام نظریه پردازی کلام کنم، رفتم جزئیات و جزئیات چشم منو باز کرد. برجام در همون دوره اوباما قفل شده بود. یعنی آقای جان کری ادعا کرد اومد لندن که با HSBC صحبت کنه برای ایران گشایش باز کنه، هیچ گشایشی باز نشد. ترامپ از جنازه برجام اومد بیرون، برجام مرده به دنیا آمده بود. هیچ وقت آمریکا اجازه نمیده که سیستم بانکی به روی ایران باز شه، بجز پول‌های بلوکه شده ایران که اومد معلوم شد کجا خرج شد، اتفاقی نیفتاد. وضع خوب برجام که دیدی که خود آقای سیف دوباره اومد گفت روحانی من گفت برو سکه‌ها رو بفروش، طلاها رو آب کن. من گفتم این باعث میشه که صندوق ذخیره خالی شه، بعد از من مهم نیستش. برای همین یک شعبده بازی توسط آقای طیب نیا و سیف اتفاق افتاد در دوره روحانی که ما فکر کردیم که مذاکره داره چی میشه، وضع ما رو خوب میکنه. از نظر فلسفه علاقمندی ما رابطه تداعی یا کورلیشن رو به عنوان رابطه کوزالیتی و علیت به جامعه فروختیم. نکته اول مذاکره گرایی از این نظر بعد این مذاکره بود، اما اینکه مذاکره گرایی در قالب یک ایدئولوژی سیاسی یعنی ما با مذاکره میتونیم مسائل رو حل کنیم، خیر ما اگه قدرت نداشته باشیم نمیتونیم بکنیم. ظریف مشکلش چیه؟ ظریف کسی است که راههای این که ایران بتونه درد برجام رو در طبقه متوسط، در طبقه بالا، حتی در طبقه پایین کم کنه رو جلوشو میگیره. میگه یا مرگ یا شهادت. ببین وقتی که طارق رفتش از شاید مثلا چی برای الان بهت میگم از مدیترانه گذشت که آقا یا میجنگیم با این اندلوسی ها یا کشته میشیم. ظریف میگه یا به غرب میریم یا نابود میشیم در قالب یک ملت. شاید مثلا اینه که روسیه و چین برای ایران گشایشی هستن، روسیه و چین میتونستن بخش از مشکلات ایران رو حل کنن. دولت روحانی به صورت عامدانه هر دو رو نابود کرد. همین الان صحبتایی که ظریف کرد و مخالف آرتیکل 3 این معاهده امنیتی بین ایران و روسیه است، خب نشون میده که صدای غالباف هم در آورد. نمیخوان بگذارن راهی به جز غرب برای ایران باشه. گمان میکنن که اگر ایران مسائلشو با شرق حل کنه، اینو خانم الهی کولایی تو جدال گفت، باعث میشه که استیت قدرت بگیره، مانع پروژه دموکراسی خواهی در ایران شه. برای همین نمیخوان حل شه. ولی من چی میگم؟ من میگم اگر مسئله اقتصادی ایران حل شه، اگر ایران زیر تحریم له نشه، اگر ایران بتونه نفتشو بفروشه، هر چیزی خواست صادر کنه، وارد کنه، بعد در داخل شما این دموکراسی بسازی. نکته دوم، ظریف روحانی اصلاح طلبها، نکته کلیدی فهم منه، محصول اینترنشنال ریلیشنز، درسته، یا روابط بین درس روابط بین المللی 1990 95 2005 2010 هستن، در حالی که جهان عوض شده. الان تو این حرفای ظریف و روحانی رو تو وسط لندن تو دانشگاه LSE جلوی یک لیبرال بذاری، به تو میگه که این سلاح هست عقب افتاده. خب الان چین یک واقعیت مسلمه. حالا بحث اون رفت ظریف و روحانی 2 سال توی چین سفیر نذاشت. متوجهم. حالا این بحث آخه موضوع اختلاف ما این بحث نیست. موضوع همینه. مشکل من با ظریف اینه که مانع از این میشه که ایران بتونه بخش از مشکل تحریمش رو حل کنه. من میگم که شما با ظریف گفتمان انتقادی برقرار کن، اونو به عنوان یک نیروی ملی به رسمیت بشناس. نیست. ظریف استعمارتری. ظریف از دوره قاجار تا امروز ما نیرو به استعماری بودن ظریف و اطرافیانش نداریم. خب یعنی آن کسانی که آن شازده‌های قاجار، یا من از اون بیشتر بگم، من معتقدم خیلی از دیپلمات‌های دوره شاه به نظرم بسیار ملی‌تر بودن. دوره پهلوی. حالا الان موضوع سر ظریف نیست، ولی کل حرف من این هستش که آن چیزی که من در برجام میفهمم ترجیح نظام جمهوری اسلامی برای حل مسئله است. مسئله‌ای که حل نمیشه، مسئله‌ای که به یک بنبست میخوره و تو این بنبست طرف مقابل یعنی دول استعماری و نیروهای خارجی به شدت تاثیرگذار بودن و تو این معادله
ما داریم اینو لحاظ نمی‌کنیم. دو تا سوال خیلی کوتاه. همون آقای خامنه‌ای که یه آدم به قول معروف حوزوی درس خوانده است، 85 سالش هم بود، اون موقع گفت آقا این برجام قابل اعتماد نیستش، ممکن از بین بره. خب ایشون نه میرشایمر بودش، نه چامسکی بود، نه کسی دیگه ای بود. خب الان نه شما ولایی هستین نه من ولایی هستم. آقای خامنه‌ای چطور تونست بفهمه که به این برجام نمیشه اعتماد کرد؟ چطور سعید جلیلی که تو برات نماد تحجره اومد روش دفترچه نوشت و تک تک این مسائل پیش بینی کرد، چطور سعید زیبا کلام برادر صادق زیبا کلام در دفترچه بحث مکانیزم ماشه رو پیش بینی کرد؟ میلاد، سوالی که من دارم اینه که میلاد دخانچی که دفعه قبل با من حرف زد برای من دفترچه نوشت در مورد نوع عدالت خواهی، در مورد چگونه پروژه شریعتی رو در ایران زنده کنیم و این فرایند تحول، تکوین یا به عبارتی مسخ میلاد دخانچی در پروژه کلان گفتار مسلط لیبرالی در ایران در این 5 سالی که تو به ایران برگشتی به نظر من نکته خیلی خوبی برای شروعه. خب و این من عجیب نیستم، تو عجیبی، تو کسی که از شریعتی برگشتی می‌خواستی وحید اشتری و امیر خراسانی و چپ‌ها و سعید زیبا کلام رو بیاری، چی شد که از سال 98 به این سمت هر روز در این گفتار مسلط کارگزارانی اصلاح طلبی ظریفی بیشتر ادغام شدی که حداقل مثلا من لعن نشی، کسی به پایداری نگه، از ترس اینکه پایداری بهت بگن رفتی خودت در این گفتار ادغام کردی. چه چیزی از عدالت خواهی در تو مونده الان؟ چه چیزی از مرتب میگیشم آزادی‌های اجتماعی، همون آزادی‌های اجتماعی که 24 ساعته دادن در کافه‌های بالا شهر، تو برو 10 میلیون تومان خرج کن هر چی خواستی بهت میدن، مشروب بهت میدن، وید بهت میدن، کانابیس بهت میدن، هر چی خواستی. اون آزادی‌های اجتماعی که ازش حرف میزنی اونجا بود. اما آزادی صحبت از علی انصاری، جهانگیری، مرعشی، اینکه پول اون چی شد، اون پول این چی شد رو تومن نخواهید. و نکته پایانی بگم، تو گمان می‌کنین روایت ملی از جمع 2+2 اتفاق میفته، یعنی همه با هم دوست باشیم، اغنیا و ضعفا، خائنین و نیروهایی که حاضرن برن شهید شن، خب همه با هم سر سفره باشیم. خب نگاه به فاقد شبیه نگاه صدا و سیماست. نه، یونیورسال همیشه توسط پارتیکولار ساخته میشه، امر جهان شمول توسط یک جزء همیشه ساخته میشه. خب همونطور که تاریخ رستگاری مثلا برای مسیحی‌ها توسط یه فردی که حاضر مصلوب شه، همونطور که تاریخ ما در واقع الهیات رهایی بخش ما توسط یک فردی است که حاضر خودش کشته بشه و خانواده‌اش سلاخی بشن، خب امر ملی هم توسط یک جزء اتفاق میفته، نه اینکه مجموعه همه جزءا کنار هم بیستن. خب امر ملی در ایران توسط انقلاب 57 اتفاق افتاد. آیا انقلاب 57 ساواکی‌ها هم شامل میشد؟ آیا انقلاب 57 از برایند ساواکی‌ها و انقلابی‌ها و خوانین و فئودال‌ها و فلان بودش؟ نه، یک جزئی اومد از جامعه، یک نیروی انقلابی اومد خب و جای کل ایستاد و کل ساخت. ببینید اینجا قاعدتاً با هم دیگه اختلاف داریم. اولا که من در ایران در همین مدرسه جیوگی که درش نشستم کارم ترویج دیالکتیکه، یعنی منم که دارم اتفاقا تنش و تضاد رو نورمالایز میکنم و دارم به جامعه یاد میدم که اتفاقا ما قرار نیست همیشه با هم دیگه گوگلی باشیم، اتفاقا باید با هم دیگه تنش داشته باشیم، باید با هم دیگه نزاع‌های گفتمانی جدی داشته باشیم و کنش رسانه من تا این سالام داره اینو نشون میده. در مورد فعالیت‌های من به طور خاص ببین نقطه عظیمت شاید تفاوت اینجاست. ببین من خب با یه طبقه متوسط روبرو هستم که عصبانیه، 15 تا کارمند نسل زدی دارم که آخر ما باید حقوقشون رو بدم، یه اسرائیل دارم که بهم حمله میکنه در بزنگاه، یه طبقه متوسط دارم که تو اون لحظه باید برم بهش بگم که ببین تو باید در واقع سمت منافع ملی بیستی، یک نظام الیتیست نخبه‌گرای دانشگاهی دارم که کلا خوابه و بعد اونو بیدار کنم. خب و تو این معادله به شدت پیچیده با یک حکمرانی به شدت تنبل پر از تناقض روبرو هستم که صبح تا شب داره به من میگه که از نهادهای رسمی کلا منو انداخته بیرون، مگه قرار بود که مثلا توسط اصلاح طلبانم مثلا مورد وفاق واقع بشم، اون دولت مثلا یه جایی بودم دیگه، مثلا اصولگرام که راه به من نشون نمیدن. آقای علی عسکری هم محض اطلاع دوست بنده نیست، همین ایشون منو صدا سیما ممنوع تصویر کرد، آقای جلیلی هم مورد تایید روش زد. این از این گفتمان در واقع اجتماعی متعارض با اینم همون حرفی هستش که آقای مهرانی به من میزنه، ولی کل این وضعیت پیچیده رو من باید حل بکنم و در واقع تو این معادله به شدت پیچیده آنتاگونیست کردن ظریف، نمیدونم آلیگارک خوندن یه عده، این حل مسئله نمیکنه، این تقلیل مسئله است
و شما میگی که انقلاب نقطه عظمتش همه نبود، اتفاقا نقطه عظمتش همه بودن. بله اتفاقا هوشمندی وزارت اطلاعات ما اون وقت این بود که تونست قشری از ساواک رو جذب بکنه و نهادهای امنیتی خودش رو بازسازی بکنه. اونا که انقلابی نبودن که کارمند برن بگه الان جمهوری اسلامی، من گفتم جمهوری اسلامی بره مردم رو حذف کنه. نه من نمیگم شما گفتی، من اتفاقا میگم که من میگم که اتفاقا نماد امر ملی نیست. من میگم که اتفاقا همین گفتمان که تداعیگر سنت چپه که هی در موضع اینه که این خائنه، اینو حذف کنیم، اینو حذف کنیم، دیگه کی که چون نسخه مسلمونیش تولید شده، نسخه مسلمونیش هم دیگه فقط ردیه نمیده، فتوا هم صادر میکنه و این قصه رو خیلی پیچیده در میکنه. دو تا سوال خیلی کوتاه، میدونم زمان شما کوتاه. 85 میلیون ایرانی ان، 6 میلیون ایرانی ان، نزدیک 2-3 میلیونشون توی انگلیس و آمریکا و کانادا و استرالیا هستن. خب من میگم ببین جمله منو گوش کن، من میگم کسی که پدرش بهائیه رو ورداریم بیاییم وزیر خارجه ایران کنیم به شرطی که به اصل اولیه منافع ملی ایران و تمامیت ارضی ایران تن بده، ولی ظریف حجتیه رو نیارین. از من نگو این حرفو، نگو من ردیم. من میگم آدم بهایی رو بردارین بیارین، بیارین وزیر خارجه ایران گی بذارید خب، ولی ظریف رو نذارید که میره پشت در با آمریکایی‌ها میبنده، نذارید. خب ببین میلاد، برای من این جرزنی‌ها رو نکن. ظریف و روحانی منافعشون در این کشور نیست. خب حسن روحانی و ظریف در سالهای 90 تا 1400 ایران رو داشتن به پرتکا میرسوندن. روحانی آدم‌ها رو به خیابون آورد و به کشتن داد، ولی حاضر نشد توی پکن سفیر بذاره، حاضر نشد نفت بفروشه، زنگنه حاضر نشد نفت بفروشه. این کارها بر اساس فهم من که توی انگلیس 25 سال زندگی کردم، همشون خیانت به منافع ملی. و اگر توی انگلیس بودم، بذارم بگم، جمهوری اسلامی 1404 حاکمیت نیمه فاسد بدون قدرتیه که اولیگارشی تا اینجا اومده، مثل که سرطان تا اینجا اومده و جرئت نداره با این مقابله کنه با عناصر فاسد خودش. اگر ظریف و روحانی و شمخانی و اون یکیش در انگلیس و آمریکا بودن، تا به حال 3 بار آویزونشون کرده بودن. خب اصلا برای من این که همه با هم دوست باشیم رو انجام نده. من اینا که کوتاه بگم، 2 تا سوال سریع بپرسم. من 2 تا سوال پایانی من جمعش کنم اینو. خب برای همینه که این که ما بتونیم اینا رو آشتی بدیم نیست. سوال بعدی، میخوای امر ملی بسازی میلاد جان، میخوای تکثر حرف بزنی، بذار من اینجوری در تو بگم. خب من کارهایی که تو کردی دیدم و اتفاقا برای من جذابه و برای من خیلی قابل احترامه. خب رفتی ایران برخلاف من، ولی خب قبول کن که من و تو یکی نیستیم. بالاخره تو در صدا و سیما کار میکردی، من بیام هیچ تضمینی نیستش که بگن منو بگیرن بگن این به اسرائیل وصل بوده، پس کل این جریانی که داره بانک آینده رو زیر سوال میبرن به اسرائیل وصل بوده. وایسا، ولی من دارم نگاه میکنم که یک بخش از کاری که تو میکنی برای اینکه باید بکنی، اگه میلاد دخانچی نباشه تاریخ ایران چیزی کم داره. تو داری در سطح تاریخ میجنگی، درسته؟ و میگی آقا اون کسی که وای میسه میگه اگر حجاب نباشه باید فلان کنیم، بریم مثلا اصلا اسید بپاشیم، بعد با اون حرف زد و تو سعی می‌کنی تکون بدی. منم واقعا باید بیام چه این کاری کنم، ولی من از پشت تاریخ وای میستم، از بالای تاریخ. خب نمیگم حالا ابسولوت نوینگ، ولی بالاخره از لحظه observing consciousness، خودآگاهی در حال ابزرو کردن، اگر با فنومنولوژی آشنا باشی، وای میستم میگم آقا این دعوای زورش خیلی زیاد نیستش. اون آخونده 2 سال دیگه میپذیره، همونطور که ازغدی گفتش که ما از داف به ناف رسیدیم. تو باورت میشد که ازغدی به ناف دیدن هم فقط حد قور اشاره کنه؟ من معتقدم این دعواها زورشون کمه. جایی که دعوا سنگینه، دعوا سیاست خارجی و دعوای اقتصاده، اونجا خیلی زور میخواد، اونجا بدون نیروی اجتماعی عظیم کاری نمیشه کرد. خب برای من به تلاش‌های تو، تلاش‌های آدمایی که دارن سعی میکنن که این مومن نسب‌ها رو عاقل کنن احترام میذارم، اما من فکر میکنم که لحظه‌ای که بیاد تاریخ یه شبه مومن نسب‌ها رو آزاد میکنه. همونطوری که 401 بحث شست برد. کی فکر میکرد آقای سجاد صفارهرندی در مرداد 401 در جدال با آقای محمد اصنافی رفیق شما گفتگو میکرد و میگفت نه، گشت ارشاد شریعت الهی، خدا تمام. 2 ماه بعد تمام، اصلا کلمه گشت ارشاد، حجاب اینا از دهن افتاد. سجاد صفارهرندی پدرش از نزدیکان رهبری وزیر به قول معروف ارشاد بوده، خودش هم به قول معروف نیروی تراز انقلابی نزدیک به آقای قالیباف. تموم شد. برای من معتقدم بادهای تاریخی که داره میاد از دل تضادهای اجتماعی برآمده از انقلاب و جمهوری اسلامی که اکسلراتور و شتاب دهنده تضادهای تاریخی بوده، مسائل فرهنگی رو حل خواهد کرد. حالا با هزینه 400 تا چشم اونجا کور میشه، 300 تا اونجا و غیره. جایی که بحث بسیار پیچیده است،
اینه که آقا هنوز یک نیروی مقتدر در اینجا میخواد ایران رو ادغام کنه در غرب و این گمبل و یک قمار بزرگه. دو، آن که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد. اون چیزی که از مردم سلب مالکیت شده، این معلمی که دهه 60 میتونست خونه بخره، اگه نخرید خونه رو بچهش تا ابد مستاجر خواهد بود. چون سوشال موبیلیتی و تحرک طبقاتی در ایران به کمترین میزان خودش بعد از انقلاب رسیده و آنهایی که دارند بیشتر خواهند داشت، آنهایی که ندارن نخواهند داشت. نکته پایانی، چون انباش سرمایه انجام شده بخش عمدهش، اولیگارشی به زودی ایران رو عادی خواهد کرد، متعارف خواهد کرد. به زودی ایران شبیه کشورهای غربی میشه، چون دیگه اهمیت نداره. شاید دموکراسی نمایی هم بکنن توش، چون وقتی که پسر شمخانی مثلا به 900 همت دسترسی داره و نوه اون یکی هم به 800 همت دسترسی داره، بعد میگه آقا بازی باز، همه بیان شما همه تو انتخابات شرکت کنی. بعد میلاد دوخانچی که کل سرمایه‌اش مثلا 10 میلیارد تومانه، آیا میتونه رقابت کنه؟ برای همین نخودیان میتونن بیان. ایران چه بسا به زودی به دموکراسی آمریکایی برسه، چون انباش سرمایه توسط گنده‌ها و بالایی‌ها به جای خیلی خیلی حسابی رسیده. ممنون. 2 سال خیلی کوتاه، میدونم زمانمون تموم شده. توی اینستاگرام من ترک کرده بودم که چه سوالی دوست دارید از علی علیزاده بپرسم. سوالا رو خوندم. یک سوال خیلی برام جالب بود. یک نفر از من پرسیده بود که از شما بپرسم. گفته بود که اون سوالی که از همین پرسی از علی علیزاده بپرس که علی علیزاده سنت خودتو برای ما شفاف کن. این سوالی که من از بیشتر افرادی که باشون گفتگو کردم که تاثیرگذار هستن پرسیدم که بالاخره ما در خلأ تولید گفتمان نمی‌کنیم و خودمون رو منتسب بکنیم به یک تراثی، به یک خط فکری. سنت تو برای من تشریح کن. یک. دو، این که من بگو که آیا علاقه‌مند هستی که در یکی از، و اینو با کنایه نمیپرسم واقعا، که یک پلتفرم ایرانی تولید بکنید، چون بیشتر فعالیتات روی یوتیوب، روی ایکس و این یعنی الگوریتم نیولیبرالیسم جهانی و سرمایه‌داری جهانی و اساسا خود این میتونه گمراه کننده باشه. یعنی وقتی ما روی این الگوریتم داریم بازی میکنیم، نگاه میکنیم، ببینیم چی حساسه تو یوتیوب، چی کار باید بکنم، خودمون بعد از این مدتی حواسمون نیست و احساس میکنیم که این دیگه کده که داره ما جهت میده. پس سوال اول سنت رو برای من تشریح کن و من بگو که غیر از رسانه‌های در واقع استعماری که روشون نشستی و داری از اونها استفاده میکنی، به این داری فکر میکنی که یک پلتفرم آلترناتیو هم ایجاد بکنی یا نه؟ بسیار عالی. حالا اولا که من یک بار دیگه ازت تشکر میکنم میلاد که خیلی به من گوش کردی، بیشتر اجازه دادی که من صحبت کنم و واقعا از این قضیه ممنون. دوم که تلاشی که تو در ایران میکنی من بالاخره با حسرت و حسادت بهش نگاه میکنم، برای اینکه بالاخره تو در بین این نیروها هستی و به قول معروف من در موردشون تخیل میکنم، میگم اون چیزی که ما درش تخیل میکنیم تو داری اجرا میکنی و خیلی چیز، یک تجربه. من وقتی از تکثر حرف میزنم معتقدم که تکثر یعنی بعد میلاد دوخانچی ها یک نیروی اجتماعی شن، اون یکی وحید اشتریان باید بشن، اون نیروها هم باید بشن، در داخل هم باید بشه، آن به قول معروف حزب اللهی که داره برای عدالت میجنگه، اون اصلاح طلبی که همینطور است. من از رضا جلایی پور مثلا برای همیشه دفاع کردم، خب برای اینکه رضا اومد ایران، رفت زندان، نه یه بار که 88 رفته بود، 2 بارم الان بعد از اومدنش رفتش، سر زندگی آزادی هم رفت، هرگز هم از چارچوبا خارج نشد و به نظرم یه نیروی ارگانیک اینجاست. و با ظریف هم کار می‌کرد. جالب بدونی که من آقای ظریف رو اولین بار از طریق محمد رضا دیدم و محمد رضا و نگاه محمد رضا چون برای من همیشه نگاه معتدلی بود و همون میزان این بدبینی که به لحاظ تحلیل و ساختاری تو نسبت به ظریف داری من هیچ وقت پیدا نکردم. ظریف کافی بود که یک جمله، ما انگلیسی نیستیم بگیم یک سیاستمداری گفت من اشتباه کردم بندازیمش دور، نه، ما میگیم آقا کسی مثل ظریف شاید مثلا تو غرب، ظریف کافی بود یک جمله بگه که آقا ما در دوره برجام ساده‌لوحی کردیم، اشتباه کردیم و الان داریم ریوایز میکنیم. ظریف به جاش یک نارسیسیسم به خرج داد، گفت من همه چی درست بوده، این تندروها، اومد سیاست پاپولیستی به خرج داد، ایجاد کرد و ظریف بزرگترین پاپولیست ایرانه و به نظر من به اطرافیان خودش هم خیانت کرد. برای همین مسئله که محبوبیتش داره روز به روز کمتر میشه. ظریف این بخت رو داشت که بیاد به مردم بگه آقا ما اینجا اشتباه کردیم و دوامم نیورد در همین دولت، چه بسا و دوام نگیرد. من خودم ازش دفاع میکردم. ظریف میتونست نیروهای نوگرای جوان اصلاح طلب رو دور خودش جمع کنه، چون ظریف رفته دولت پزشکیان پر از راندخور و گروه‌های خیلی خیلی فاسدیه. خب اگه ظریف بود چه بسا امثال رضا جلایی پورها میومدن. خب نکته اول این که حالا میگم بودن اینه تکثر، ولی همه حرف من اینه که وقتی اتفاق میفته میلاد که نیروهای بی صدا صدادارتر بشن.
برای همینه که 4 تا آدمی که دارن بانک آینده رو نقد میکنن یا حتی امیرحسین ثابتی که داره روز به قول معروف کاری میکنه که قبلا وحید اشتری میکرد، یعنی سودزنی و افشاگری میکنه، خب و 4 تا آدم اینجوری بودنشون بهتره و تو به عنوان آدم خواهان تکثر بعد بگی اینا باشن، نه اینکه بعد از انتخابات بلافاصله بگن میر باقری، فؤاد ایزدی، جلیلی، علیزاده اینها باید حذف شن، پایداری ها باید حذف شن، خب که یک نفرشون هم پایداری نبودن. نکته دوم، سنت من، اگرچه من به قول معروف هر چی فهم فلسفی دارم رو از سنت هگلی گرفتم، ولی از هگل چی میآموزیم؟ خب historical self reflexivity، یعنی خودآگاهی، خود انعکاسی تاریخی. یعنی چی؟ من مرتب بیام تاریخ خودم رو بازخوانی کنم، هیچ چیزی از بیرون داده نخواهد شد، همه چیز ایمننت، از درون داده میشه. ما هیچ چاره‌ای نداریم جز این که این 45 سال باز بخوانیم. برای همینه که من اینجا وای میستم میگم چه ظریفش، بذار بزرگتر برم. اگه آقای خامنه‌ای بخواد فردا بیاد بخشی از این تاریخ ما و تجربه‌های ما رو یه جور دیگه روایت کنه، نظر ما از تاریخمون درس بگیریم، آقای خامنه‌ای هم مقابل ایران فرق نمیکنه، فرق نیستش. ما تجربیاتی که میکنیم توش یکی 500 نفر کشته شده، تو یکیش 1000 نفر کشته شده. اگه ما می‌خواستیم برای زنزنگی آزادی همون راه رو بریم، خب یعنی اون تجربه صفر شده بود و ما به هیچ گرفته بودیمش. ببین همینطور که امروز اگه سپاه کاری میکنه از دل تجربه جنگ 8 ساله است، خب که حتی آپدیت نشده متاسفانه. برای همه حرف اینه که ما با بازخوانی مدام تاریخ و اشتباهاتی کردیم میآموزیم، از بیرون نمیتونیم بیاموزیم. نه سنت رالزی به ما میتونه چیزی بیاموزه الان اونقدر میتونیم ازش متاثر شیم، نه فوکو میتونه بیاموزه، نه دلوزش میتونه بیاموزه، نه غیره. ما الان مجبوریم که این تاریخه و این دعواهای مدام بین چپ و راست، اپوزیسیون و داخل و غیره، به شرطی که توش یک خودآگاهی باشه، نه اینکه تبدیل بشه به فروپاشی، اتفاقا ابزار و ملات کار ملت سازی ماست. نکته اول. نکته دوم که من اصرار داشتم که در آپارات به عنوان یک پلتفرم ایرانی باشم. آپارات گفتگوی من و محمود احمدی نژاد رو حتی بدون اینکه به من خبر بده برداشت. همینطور هم چند تا از گفتگوهای ما با پریسا نصرآبادی چون بدون حجاب بود رو، در حالی که نصرآبادی داشت به آمریکا و اسرائیل فحش میداد، رو پاک کرد بدون اجازه ما، در حالی که یوتیوب که به ما پول میده اون رو پاک نکرد. من تمام درآمدم از یوتیوب، برخلاف شما که 15 تا کارمند داریم، من اغلب کار فنی رو خودم انجام میدم و 2-3 نفرم که کمک میکنن به واسطه همین یوتیوب درآمد داره. برای من بیام آپارات هم من رو سانسور میکنه، همین که به من پول نمیده، به همین سادگی. ولی اگر یک پلتفرم ایرانی بود که مثلا نصف یوتیوب هم میداد، ما قبول میکردیم. همزمان هم ما همه کارامون رو روز بعدش روی پلتفرم های ایرانی هم میذاریم. این نیستش که ما پلتفرم ایرانی رو ممنوع کرده باشیم. خب ولی در حال حاضر یوتیوب جایی است که من ازش این گروه خیلی اندک رو میگردونم. برمیگردیم به اول بحث که آزادی کمک حال مقوله امنیت. ممنون از علی علیزاده و تلاش صادقانه و گفتار صادقانه‌ای که با من پیش بردی. ممنون ازت، ممنون از همه تلاشایی که میکنی و همونطوری گفتم تلاش ما بر این هست، هم من هم شما، که تلاش بکنیم به این روایت ملی که از پیش نوشته نشده و ما با کمک همدیگه باید بسازیمش نزدیک و نزدیکتر بشیم. علی علیزاده ممنونم از شما و ممنون از شما بینندگان عزیز که در این اپیزود خرداد هم با من همراه بودید. تا یک اپیزود دیگه خرداد، فعلا خدا نگهدار.